به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، انشاءالله که همگی صحت و سلامت باشید. یک قسمت هشتمی برنامه غربت رو پیشکش می‌کنیم و در این برنامه آن حادثه هایی که بالای سر مردم تاجیکستان آمد، تلفات بالای مردم مهاجر، کوشش میکنیم که در یک جایتی و یکدیگر صحبت داشته باشیم. خب، قبل از شروع صحبت من میخوام یک نواری را بمانم و برای شما نشان بدم که هنوزم در روسیه بالای مردم مهاجر تاجیک چه حادثه ها صورت میگیرد. Прямо. خب، یک بار دیگر می‌بینید Прямо. ببینید عزیزان، این گونه نوارها وقتی که منتشر میشن در اینترنت ها، اینها کوشش میکنن که نشان بدهند که بالای گویا یک گروه مردمی جنایتکار و خیلی هم خطرناک یا دارن عملیات میگذرانند و در اصل این عملیات هایی که خیلی هم بگیم که یک به شکل تند صورت میگیرند بالای مردمی مهاجر و کارگر تاجیک هستند که در روسیه از جانب حکومت روسیه صورت میگیرد. و نگفتنم اوند که ما این برنامه را شروع کردیم و اینک قسمت هشتم این برنامه است. یگانه هدف ما این است که به طریق این برنامه توجه شما را جلب بسازیم و با شما حد امکان راهنمایی بکنیم تا اینکه شما روسیه را ترک بکنیم، چون که روسیه هم یک دولت شده است که عین حال شما در روسیه قرار دارین، کسایی که ما را میبینین، و این گونه عملها، رفتارها از جانب حکومت روسیه بالای مردم مهاجر تاجیک صورت میگیرد. و خطر اساسی البته اینم کشاندن مهاجرای تاجیک به جنگ اوکراین که بین مثلا روسیه اشغالگر و اوکراین عین حال درگیر است. مقصد اینها این است که مهاجرای تاجیک هم در اون جنگ ببرن، استفاده بکنن، چون که زیاد افسرهای روس در اون جنگ کشته شدن و واقعا یک جنگ خیلی هم دهشتناک است در اوجه. روسیه در اوکراین نه تنها در مقابل حکومت اوکراین بلکه در مقابل دنیا، علاوه خصوص در مقابل عالم غرب می جنگه و با تمامی مثلا تکنولوژی و سلاح های مدرن نو مثلا ساخته شده یا اینکه بازسازی شده، عالم غرب اوکراین را کمک میکنه و
این است که روسیه در حالت شکستن است و یک ضرب المثال تاجیکی است که از مورچه مدد میگن، اما کار اینا دارن استا شروع میکنن و از طرف دیگه هم مردم روسیه زیاد ناراضی هستند از پوتین و از حکومت او. به همین شکل اینا میخواهند که مردم خودشون مثلا یک خاک در چشمشون بپوشن و همچنین یک زوراوری نشان بدهند به مردم خودشون و او زوراوریشون هم بالای مردم مهاجر تاجیک علل خصوص و بعدا دیگر کشورهای همسایه ما و شما. اما بیشتر و بیشتر بالای مردم تاجیک است این زوراوری اونها و این بیقانونی و مثلا تحقیر مثلا جمع آوری کردن اینها در خوابگاه های مثلا مهاجرات در آمدن حکومت روسیه و همون تجاوز هایی که مثلا ما و شما میبینیم که صورت میگیرد بالای مهاجرات تاجیک. این هم یگانه سببش که مثلا نسبت به دیگر ملت ها بیشتر است بالای تاجیک ها این است که حکومت تاجیکستان این مردم همین خیلی با دوشی تقدیر سپاریدگی است و از این مردم هیچ حمایه و پشتیبانی نمیکنه. این است که مردم مهاجر تاجیک بیچاره دیگر در یک عذاب قرار دارند و هر گونه عملی که میخواه حکومت روسیه بالای اینها انجام میده. Словацко Сейшела, по-моему, веду. Словацко Сейшела, Казахстан, Астана. اینا بیا اینو بگیریم در ساعت 3 شب دیپورت میکنم. اینا جمعه دیگرش هم بالا کفیل خنید خوان بالاش بویا یاد اومده خیلی شرایط کاری ندارم. اینا در قزاقستان در شهر استانه قرار دارن و اینا رو دپارتاسیا کردگی هستند. امروزا ببینید که مردم ما بیچاره چقدر احوالش بد شده است که بدترین عمل بالای اینها دپارتاسیا است. Машина жду. А ты вроде должен был уехать. Жду. بدترین عمل بالای مردم ما این شب و روز همین دپارتاسیا شدگی است. و عزیزان گفتن اونا که سرچشمه خوشبختی ها و یا بدبختی ها، یعنی خوشبختی و بدبختی های مردم، این حکومت است و یک حکومت مثلا سببگار میشه که مردم خوشبخت بشوند و همچنین همون حکومت هم سببگار میشه که مردم بدبخت و مثلا بیچاره در عذاب و مشکلات ها باشند. چرا که ببینین یک پدر وقتی که مثلا بالای فرزنداش اهمیت نمیتید، اکثریت شما مثلا فرزند دارین و از این روزگار گذشتگی هستین میدونین، وقتی که شما بالای فرزندتون مثلا یکون برنامه ندارین، یکون کاری نمیکنین، او را به مکتب مثلا روانه نمیکنین، مجبور نمیسازین که او برای مثلا مکتب بخونه، با سواد بشه و با هنر بشه، و بعدا وقتی که او بزرگ میشه با وایه میرسه، او بیچاره دیگر یک انسانی بی سواد، یک انسانی بی هنر میشه و طبیعی است که یک آدمی بی سواد و بی هنر دیگر یا گدو میشه یا دزد میشه یا مثلا این خیلی بیچاره‌وار سخت‌ترین کارها را در پسترین معاش انجام میده.
و همین است که مردم تاجیکستان در زمان حکومتداری امام علی رحمانوف آمده به همین حالتهای بد رسیدند. ما و شما همه شاهد هستیم و میدونیم مردم هایی که قبل از 1990 بودن، باور کنین همین بی‌سوادترینش از باسوادترین همین مردمی که در زمان حکومتداری امام علی رحمانوف بود عمر مکتبیشون فرق کننده هستند. مردمی پیش مردم باسواد بودن، میخوندن، مثلا ممکنه که زدم خواهش میکنم یک ترس دقیقه خوری میشه هم میرم دار. خلاصه مردم پیش از حکومت رحمانوف خیلی یک مردمی باسواد هم بودن، ولی در زمان رحمانوف مردم به کجا رسید، مردم چیکار کرد. ببینین که پسترین کارها را این مردم تاجیک میکنن و پسترین معاش این مردم تاجیک میگیرن. بیچاره ترین مردم در دنیا این مردم تاجیک شدگی هستند. این هم با کثافتی امام علی شریفیش رحمانوف شدگی است. مرحمت برادر ریوالوشنر. ریوالوشنر مرحمت کنین. سلام علیکم برادر جان. علیکم السلام و رحمت الله. ماشین زدم شیطون طرف بود. گوش برادر، مسئله دپارتاسیا از روسیه به تاجیکستان شده است. این بهترین مسئولیت ما حرکتی من همین است که همه روات تاجیکستان. اگر به نقضی نرواد به گندگی یعنی با واسطه دپارتاسیا آمده شده. این پوتین هم بسیار کارهای شروع کرده شده است، یاردم کرده شده است موده، لیکن ما نفهمیده شدیم هم یاردم او را. خدا بکنه که همین ما باید همه برویم به تاجیکستان. قیصر ما میبخشیم özbek بچه زرولم ما پس özbek. خب صحبت میکنین یا که مصروف هستین شما؟ نه من سکوت میکنم. بعد از یک نیم ساعت من میدرویم. بعد از نیم ساعت من میدرویم. مایلی ما просто اونم اومدم بسیار بور میگرد میرکاشی. ابوذر جان سلام علیکم برادر جان. علیکم السلام. ان شاء الله رولوسیون میشه در تاجیکستان ان شاء الله. ان شاء الله که ما و شما یک جای سرجم میشیم، امام علی رحمانوف به جوابگاری میکشیم و یک حکومتی مردمی میسازیم. خب یک نوار اینجا یک چند روز پیش برادرها با من روان کردن. ما برای شما به نمایش میگذارم و خواهش میکنم کسایی که مثلا عصبهای به قوت ندارین نگاه نکنین، چون که واقعا یک حادثه خیلی هم بگیم که دهشتناک است. هر نفر شاید طاقت تماشا کردن این نوار را نداشته باشه. خب قبل از همه اولا بگم که چی گپ است اینجا. یک زنی تاجیک در کولاب اگر خطا نکنم از چهارم پنجم آشیانه خچه در زمین میپرتاید. شما تصور بکنین انسان تا چی درجه بیاید برسه که از زندگی مثلا بیزار بشوه و اونم به یک شکل دهشتناک سوءقصد به جان خودش بکنه. واقعا وقتی که از بلندی مثلا زمین نگاه میکنی میترسی. انسان باید اینقدر زورش آمدگی باشه که همه ترس یک طرف بکنه، مثلا تلخی مرگ، از اون بالا به زمین افتادن و غیره، همه ای را یک طرفه بکنه و مثلا به زمین افکنه.
خیلی واقعا باید که یک انسان بیزار شدگی باشه، حالتش بدترین حالت در قرار داشتگی باشه. خب ببینین در اروپا علل خصوص در دولت هایی که من شخصا خودم قرار دارم، این چنین حادثه ها اگر به شرطی بشوه اینها سینساتسیا میشوند، فهمیدید؟ چون که واسطه های اخبار عامه در اروپا آزاد هستند و همه اینها فقط چشمشون باز است، در منتظری او هستند که یک عیب حکومت پیدا بکنند و یا یک حادثه ای را ببینند که با او حادثه مثلا از حکومت پرسان بکنند. نزدیکی 10 سال است که من در آلمان قرار دارم و من خوب از مثلا اخبارات های آلمان پیگیری میکنم. علل خصوص من زیاد با ماشین، کاری من ماشین قطعی است، زیاد راه که میرم رادیو گوش میکنم و همچنین حادثه ها تا هنوز من در آلمان مشاهده نکردم که انسان سوی قصد به جان خودش کردگی باشه. خب البته در تیک تاک بعضا حالت های میشه که مثلا بعضا صحنه های ساخته میشه که از جانب پلیس آلمان و اوجا هم مثلا پلیس کار کردنش نشان میتین، ولی اونها صحنه بازی هستند، اونها حقیقت نیست و در خودی همون اوارها هم مثلا صحنه بدن همو چیزا در آخرش ابراز میکنن، ولی در واقعیت این چنین حادثه ها در دولت هایی که آباد هستند نیست. ناتنجی و ناآرامی یک عائله از چی سر میزنه؟ البته اولین سببگار این نبودن شرایط اقتصادی اون خاندان است. مثلا دختر یک نفر میرون کلون میکنن میارن، عرض کردیم خانه پدرش ده و دختر شرایط چون خوب بود، تمامی ناز نعمت پدرش ده مثلا بزرگ شدگی است، میآید در خانه یک بیچاره فقیر دیگر که میغلطه، مثلا وقتی میبینه که روزگار بد است 1 سال 2 سال 5 سال تحمل میکنه، دیگر او بیچاره هم انسان است، او بیچاره هم مثلا که یک معیاری داره که دیگر همون معیار به آخر میرسه، یک صبر او یک معیار داره و بالاخره گبزن میشه. وقتی گبزن میشه جنگ جنجال ها پیدا میشن. دیگر شرط نیست که من کاملا همه این چیزا برای شما قصه بکنم. اکثریت بدبختی ها، اکثریت جنگ جنجال های عائلوی سر میزنن از نبودن شرایط مثلا مالی همون خاندان ها و علت این همه البته که این همین رژیم دیکتاتور است و ما این چیزا به پرده گپ میزنم چون که ببینین 30 سال است امام علی رحمه الله سر قدرت است. ما در برنامه هم دوست می‌دارم که زیاد مثال بیارم و این همین تکنولوژی هایی که امروز ما و شما در دست داریم، این همین چیزا رو من مثال میارم بیشتر. همین دستگاهی که برادری عزیز یا اینکه خواهری عزیز که ما را تماشا میکنی این حال، همین دستگاهی که در دست داری، تلفن است یا تلویزور است یا دیگر چیز، همین ساخته دستی بشر است، یعنی ایرا انسان های مثل من و شما ساختن. فقط فرقیت اونها از مردم ما در این است که اون مردم دیگر کشورهای پیشرفته تر هستند، مردم کشورهای آزاد هستند و ما که مثلا این چیزا را استفاده میبریم و فکر نمیکنیم که چرا ما سازنده همین چیزا نشیدیم، ما اینقدر عقیم موندگی هستیم. و در ساختن هر یک اشیا
نفرها به جای کار تامین میشوند. فرقی نمیکنه او چی است. شروع کرده از مثلا تلفن هایی که ما و شما در دست داریم، هزارها نفر این کارخانه ها به جای کار تامین هستند. هزارها نفر. و اگر خطا نکنم برنامه دوم یا سوم بود که من یک نوار گذاشتم، یک نوار به زبان آلمانی گذاشتم و برای شما مثلا ترجمه او را قدم به قدم قصه کردم. زیاده از 500,000 کارگر در کارخانه سیمنس، همو تلفن هایی که سالهای اولی که در تاجیکستان مثلا تلفن های موبیلی داخل شد، اگر خطا نکنم همین سیمنس ها بودن. شما ببینید که یک شرکتی که تلفن میبره، مثلا بعضا قسم های احتیاطی ماشین ها را میبره، الکترونیکی هاشون، بعضا قسم های مثلا کامپیوتر و دیگر چیزا را میبره، 500,000 نفر به جای کار تامین کرده است. و امروز جواب تمام سوال ها در دست ما و شما است. امروز اینمی تلفن هایی که ما در دستمون داریم، هر سوال از او چیزایی که مثلا چیزای بی معنی و بی منطقی که شما وقتتون صرف میکنین، از اونها کرده بعضی سوالا رو از گوگل مثلا پرسان بکنین. مثلا در شرکت آیفون چقدر نفر به جای کار تامین است؟ сколько рабочей силы есть у iPhone مثلا؟ ساده ترین لفظ قدیما برای شما گفتم. و حتی با همین ساده ترین لفظ وقتی که شما پرسان میکنین، برای شما جواب درست، عمیق و دقیق شه گوگل میتیه مثلا. و شما ببینید که چقدر مردم در اینمی چیزهای علمی با جای کار تامین میشوند. و حتی اینمی روچکه مثلا، وقتی که یک چیز مثلا ما و شما می نویسیم با روچکه، با قلم می نویسیم، حتی در یک جایی که مثلا قلم استحصال می شود، در اوجه چندین نفرها با جای کار تامین هستند. در کوچکترین چیزهایی که ما و شما به نظر نمی گیریم، مردم با جای کار تامین می شوند. ولی در تاجیکستان چرا نشید؟ ما یا که ما این پلانیتیانی مردم تاجیکستان، یا اینکه دیگر مردم این پلانیتیانی ما فرق داریم. مثلا ما یا را دیدیم حیران شدیم. ما هم مردمی همین دنیا هستیم، ما هم مثل همه انسان هستیم، از اونها هیچی کمبودی نداریم. حتی در مثلا زیبایی مردم تاجیک زیباتر از بسیار مردم دنیا هستند. ولی چرا ما در این باطلاق رس موندیم؟ چرا ما پیشرفت نداریم؟ جواب همه چراها در این امام علی رحمه است که اینمی یک نفر به سواد، به منطق آوردیم سر قدرت موندیم، مدیر حکومت ساختیم. این نفر و ما و شما مثلا کنترل ای را به دست خودش دادیم، نگذاشتیم، مثلا حرف نزدیم، گپ نزدیم، دعوا نکردیم. امروز بالای سر ما و شما سوار شده است این ابله و ما و شما را به این بیچارگی آورده است، رسانده است. برادر یوسف، اون چی گفتنی هستیم؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روزین خوبین برادر، سلامتون خوبه؟ الحمدلله برادر، احوال شما؟ الحمدلله، هزاران بار شکر الله، بینیت خوب هستیم. برادر بینیت سخنهای خوب گفتین، هزار رحمت، الله برکتون دیاد. یک چیز از ده برادر ابوذر، تاجیکستان همون نفرایی که مثلا گفتین برای سواد و برای چیز گپ زدین، خود در کجا فرزنداشون با سواد کنن؟ در مکتب‌های تاجیکستان، خصوصا خود مکتب تاجیکستان مکتب استقلال، گفتیم همون چیزی که استقلالیت رحمانوف پیدا شدگی خواندگی هستم.
معلم ماتماتیکا نداشتیم، معلم فیزیکا نداشتیم، معلم شیمیا نداشتیم، فقط معلم چی داشتیم؟ زبان و ادبیات. باز همون تعلیم مهنت. این همین یگون فنایه که اخی در یگون جو در همین زندگیم ده نه زبان و ادبیات در کورم شید در یگون جو. خیلی یگون جو ده که شیشتم گپ زدم مثلا با شعرهای ادبیات توجیه یگون دو مصرع شعر گپ میزنیم. این همین قچز در زندگی پیشروی زندگی ده نه یگون فنی که ما در همون مکتبی مثلا توجیکستان خوندگیم کمکم کرد، نه یگون چیز ما در یوتیوب انا گوگل گفت خدا دکا گوگل یاردمم کرد. از همین کودکیم اینترنت داشتیم، ماتماتیکا را پدرم در یوتیوب و در گوگل پیدا میکرد. از کودکی زبان روسی را آموختیم. لکسیو ها از اینترنت ما درس میگرفتیم. همون اینترنتی درس گرفتگی ما میلیون میلیارد برابر از همون مکتب توجیکستان بالا. از دو همون سه اینترنتی معلم که روس. در تاجیکستان ببخشید، همون اینترنتی که در تاجیکستان خیلی هم سرعتش ضعیف کردگی هستن که با جای اون بله. که یک فایده ببرداری مثلا قهر غضب میکنی بالای اون چیز و عصبات خراب میشه. در تنه دیوال میشه پیشکه. با خدا باور کنید اکای ابوذر، شخصا خودم وقتی دانشگاه بعد مکتب دانشگاه تحصیل کردم، یکی از مثلا بهترین استودنت ها بودم. مرا مثلا مکتب توجیکستان تربیتی تعلیمی نداد. مرا یوتیوب همین گوگل ماتماتیکا آموزان، فیزیکا آموزان، شیمی آموزان، یکی در همین فن ها با از حتی معلمی همین چیزا را معلم ش نداشتیم. بازم در دانشگاه من پیشرفت بودم برابر همون نفرا که لیتسه و چیزای پرزنتی میخوندن. این رحمانوف لعین همون یک اینترنت یک پست رو خوندم که در وقتش همین مرحوم خدا رحمتی سید عبدالله نوری بعد جنگ بعد صلح سوالش میکنه همین رحمانوف که بیا مثلا معلمو از دیگر دولت ها معلم بیوریم، مثلا تربیتی مردم دا گذاریم. وای میگرده میگه او معلم ملو بچه ها فرزندات مکتب میخونن، در بیرون ای وطن مکتب میخونن. وای گفته بله. خودش میگرده میگه او بچه ها و دخترک های ما هم در بیرون دولت خونده استند، بسته همینا بخونن بسته. این خلق عادی ای مود در کور نیست معنی گپش. مقصد اگر تاریخ را نگاه کنیم که برادر ابوذر مثلا دور نمیریم، همین تاریخی امارات بخارا همه بیک های مثلا حصار و بلجوان و فرغانه و دیگر همه بیک هایی که بودن همش اولادی همون امیرالم خان بود. مثلا همین دیکتاتورها یک چیز را میترسند، از همه چشم ترس دارند. برای همین هیچ وقت در تاریخ دیکتاتور مثلا کوشش میکند، همه وقت کوشش میکند که از فرزندای خودش، از اولاد خودش در همه راهبریت رایون ها و ولایت ها بماند. چیزی که ما در رحمانوف مشاهده کرده ایستادیم. خودش انسانی یکم، فرزندش انسانی دیگم، دخترش انسانی سیمی راهبریت تاجیکستان. در یگان دولتی دموکراتی دنیا این چیز خیلی نیست. یگان مثال آورده نمیتونن. همین چاپلوسا دا من حیران همین چاپلوسا هستم. نه همین چیز با چشمتون دیده استین. خیر ما رکو شما دشمن خلق میگین، دشمن ملت میگین. آخر رحمانوف فرق از رحمانوف کجا و ملت کجا؟ ملت فرق میکند. باز هم این مردم خیال میکنند که این مثلا برادرای مبارز برآمدن یوروپا رفتن، اینا دشمن خلقن، دشمن ملتن. نه برادرو، این مردم برای آزادی خودشان، آزادی شما مبارزه برده استند. این مردم دشمن رحمانوفن، دشمن حکومت رحمانوف، نه دشمن خلق. شما فرق کنید.
аз ҳисоби ту ҳамин дараҷа Раҳмонов мардумро бесавод кардагия яка ки дигар фарқи Раҳмонов байни Раҳмонову байни миллат дигар намедонанд мардам. фарқ надора барои инора. Раҳмонов барои инора миллат аст. ملت است. رحمانوف برای اینا وطن است. وقتی که یک گپ میزنی رحمانوف هم میگه شما طرف وطن سنگ میپرتین. мақсад мегӯй бародар тарафшон мегӯй ки бача дар соли 1992 аҳолии Тоҷикистон чанд миллион буд? Хайр на 4 миллион. Мисол 4 миллион аҳолӣ. аз ҳамун 4 миллион айни замон 10 миллион аҳолӣ шуд. بفرمایید. Раҳмонов барои ҳамин 10 миллион аҳолира соҳиби ҷои кор кардан дар ҳаёташ чӣ кор карда? Меган геси роғуна оғоз кард, як масалан чанд нафари дар онҷо кор мекунад. Дар геси роғун 20,000 нафар кор мекунад акай Абзар. 10 миллион нафар куҷову 20,000 куҷо? Масалан ба мо мисол меёранд ки ана алюминзавод, ана дигараш, ана иш, ана уш. дар ҳамун алюминзавод ҳамон коргарое ки солҳои СССР кор мекарданд, айни замон ҳамон нафаро бо кор карда истоданд. Хай ягонташ масалан фарзандош омада бошад, боз ягон масалан инсонҳои нав максимум 10% тағйир ёфта бошад, тамом боз ҳамон нафарои будан ҳамон кор карда ист. ҳолон ки масалан нигоҳ кинед ки در پیش گپت алюминий завод حتی در حالتهای سخت‌ترین جنگ شهروندی، اونم حالتهایی که در تاجیکستان مثلا سخت‌ترین حالتهای جنگ بود، در همه حالتها از این عین حال کرده زیادتر کار میکرد. بله من برادر در همین باره گپ زدنی بودم. مقصد برادر نگاه کنید که تا 2007 مثلا رحمانوف میگن که انا قوای برق را زیاد کرد، خیل کرد یک کار است برادر. سال 1992 در اون برنامه‌تون با فکرم گپ زده بودم. سال 1992 تاجیکستان استحصال میکرد 16 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال. عین زمان باشد 20 میلیارد میگم استغفرالله میلیون. عین زمان باشد با 20 رسیده است یا با 20 رسیده است. مثلا 4 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال زیاد شده است. این یگان پاکزاتل نیست، این نشونه پیشروی نیست، این نشونه عقب روی است که برای چی ما مثلا با جای اهالیمون زیاد شده است، باز هم از این ما کم شده. اهالی تاجیکستان نیاز به 30 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال نیاز دارد. خود اهالی تاجیکستان حالا با دیگر مثلا دولت ها نفروخته همین 10 میلیون اهالی تاجیکستان با 30 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال نیاز دارد. مثلا ما را همین پدرمون میگن پیش سال 2006 بعد جنگ سوئد نبود، برق نبود، همه ویران بود. بعدی مثلا رحمانوف قوای برق آورد. یک چیز گفتنیم برادر که رحمانوف یگان چیز نآورد. سال مثلا 70% استعمال کننده برق گس نورک همین الومین زواد بود تا 2007. سال 2007 الومین زواد پیش استحصال میکرد تا 2007 400,000 تonna. عین زمان استحصال میکند 220,000 تonna. 2 برابر کم شده است. از سبب که همین مثلا الومین زواد از کارمان 50%ش بعد همون قوای برقی که الومین زواد استعمال میکرد به مردم دادن همون دور. گویا که رحمانوف قوای برق داد، نه اینکه رحمانوف یکی از مثلا زوادهای فابریکاهای کلانترین آسیای میانه رو 50% از بین برد. درست برادر. و حتی در زمانی پیش از جنگ ما اگر خطا نکنم مشکلی قوای برق ما نداشتیم مردم تاجیکستان، لیمیت برق نبود، نه؟ اون وقتا مثلا در دور سیوز تاجیکستان اصلا همین گس نورک استحصال کننده برای استحصال برق ساخته شدگی نیست. وظیفه اساسی گس نورک در آسیای میانه تعمیری
таъмини оби полезӣ барои вилояти Кӯлобу барои Андиҷон аст ба фикрам он тараф, барои Сирдариёву барои Узбекистон. Вазифаи асосияш об захира кардан буд ва он вақто барои чӣ қувваи барқ буд? Барои он ки масалан Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон як линия буданд. Инаш ба инаш қувваи барқ медод, инаш ба онаш қувваи барқ медод. Масалан ҳамин то ҳол ҳамон линияҳое ки ба Тоҷикистон омадан аз тарафи Узбекистон ҳамонҳо ҳастанд, вале бурида шуданд. Баъди ҳамин боз ҳамин Раҳмонуфи падарсаге ки бо Ислом Каримов масалан натавонист, дипломат нест охи ин лаънатӣ, агар дипломат мебуд наметавонист ки бо ҳамон Узбекистону бо Қирғизистону бо дигар давлатҳои ҳамсояи мо масалан шартномаҳо бандад, шартномаҳое кунад ки масалан мо дар зимистон аз онҳо қувваи барқ гирем, дар тобистон ба онҳо об диҳем, мисли ҳамон шӯравӣ. Натавонист ку мардум дар азоб, мардум ҳамин дар тарафи Аврупо олимон як гап доранд, ҳар хонае ки ҳар давлате ки бо қувваи барқ ҳамаи аҳолӣ таъмин нест, он давлат ба сорти масалан ғулом давлат баробари ҳам ғулом давлатҳо ҳисоб аст. Барои он ки қувваи барқ аст ки мо пешравӣ мекунем. ҳозир Тоҷикистон ҳатто аҳолии худша ба ҳамин истеҳсоле ки дорад таъмин карда наметавонад. Неки Раҳмонов барое ки пула аз Тоҷикистон набарорад, аз Афғонистон барорад, ба афғонҳо фурӯхта рафта истода. Аз Афғонистон ҳамаи пул ба Швейтсария меравад ё ин ки бар ягон давлати дигар, ба ҳамон бонки шодҳои бонке ки Раҳмонов ба фарзандонаш дар дигар давлатҳо кушодааст. Бародар, масалан як видеои дигар мондем дар бораи ҳамон зан. Аслан мо масалан тарафдори ин нестем, агар ҳар балои зиндагие ки бар сари инсон омад, ин масалан кори хуб нест худкушӣ кардан. Вале ба ғайри ин бародар, масалан дар Тоҷикистон соли 2020 буд ба фикрам, худо агар хато накунам соли 2020 буд. Як духтара ки аз Варзоб дар донишгоҳи миллӣ мехонд, ҳамон масалан кушта шуда буд ва ки кушт вайра, ки кушт, ягон исбот, ягон чиз надоштанд. Масалан ҳамон ду нафаре ки ба фикрам умуман гуноҳ надоштанд, ягон чиз надоштанд, ҳамона бурдан ба зиндон андохтанд ё ин ки ҳамон як киное карданд. Ба мо хабаре расида буд бародар дар ҳамин бора ки ҳамон духтарак ба қавли гапҳои тоҷикӣ арӯси Исмоили набираи Раҳмонов буд ва ҳамон набираи Раҳмонов ӯро куштааст. Хабаре расид ки аслан дар он ҷо ҳамин бале. Бародар, барои ҳамин мақсад тасдиқ ҳамин гапи шумо, дар Тоҷикистон ягон нафар ҷуръат намекунад як нафари дигарро ҳатто як шалоқ бизанад. Агар касое ки даст ба қатлу куштор мезананд, ҳатман нафарҳои худи ҳамин режим ҳастанд. баъзан масалан қатлу кушторҳое ки мешавад, аксариятша албатта, инҳо як саҳнасозӣ мекунанд барои нишон додан дар халқ ки гӯё каси дигаре кора кардааст. Аксарият шайдасти бале бародар, ҳозир мард нигоҳ кунед ака ки масалан ҳар дафъае ки Раҳмонов ягон қонуни масалан ғайри инсонӣ қабул мекунад, ягон коре мекунад ки авторитеташ дар байни халқ паст меравад, Раҳмонов чӣ кор мекунад? Ҷанг оғоз мекунад бо Қирғизистон. Ман намедонам ҳамин масъаларо чаро аҳамият намедиҳанд мардум. ҳар дафъае ки Раҳмонов ягон кор мекунад, Раҳмонов оғоз мекунад ҷанг бо Қирғизистон. Барои чӣ? Дар ҳама давру замон бо як давлати дигар, бо як халқи дигар ҷанг эълон кардану ҷанг кардану худро нишон додан, ин ба инсон як чӣ медиҳад бародар, як
پوینت میدید گفتی انگلیسی که یک چی میگن شده ریتینگش بود. مقصد ریتینگ بلند میشه. بله. انا نگاه کنید که در کانی بادام بود یا اسفره بود، یک اویله از تاجیک ها کشته شد، یک اویله از قرغیز ها. برای چی؟ برای اون که در همون شهر من گفتگو کردم قریب 70% مثلا اهالی قرغیز زبان زندگی میکند و 30%ش همون دهات و همون شهر تاجیک ها. این باز یک بازی کردنی است در این بین که یک اویله از اون طرف کش، یک اویله از این طرف کش، نگاه دارد که همون یگان غوغا شود و باز هم یگان جنگی میده که باز هم یگان جنگ کاری دیگر دیگر تشکیل شد یعنی. بله تشکیل کند. این پلید کثیف مقصد من دیگر نمیدونم به این چاپلوسای حرامزاد دیگر چی گویم برادر. دیگر آخر تو این درجه یگان کس یگان چیز رو پنهان نمیکند، همه چیز روی راست. آخر یک بار چشمانتون رو گشایید، یک بار خوانید، یک بار فهمید. درست، تشکر زیاد برادر. شما عین حال در تاجیکستان یا که در روسیه یا در دولت‌های اروپایی در کجا؟ در دولت‌های اروپایی برادر. در دولت‌های اروپایی. هر خب نفری که برادر همین کمتر سواد، کمتر عقل فراست داشتگیش، مثلا می رود یگان میفهمیدگیش می رود اروپا یا اینکه یگان دولت آزاد، برای اون که نه در روسیه نه در تاجیکستان یگان زندگی نیست دیگر. در دولت رو چیکار کنیم؟ اگر اجازه باشه چند سوال از شما بله پرسم. برادر. شما در روسیه بودین؟ یعنی بله در مهاجرت مهنتی بودین در روسیه؟ بله. چند سال در روسیه در در, مهاجرت رو... در روسیه برادر من 8 ماه مهاجر بودم. بعدا به گرجستان سفر کردم یعنی و قبل از تو سالهای طولانی در روسیه همچون مهاجر مهنتی نبودین، درست؟ نه برادر، من 7 ماه یا 8 ماه بودم مهاجر. خب اه، چقدر وقت است اگر پنهان نباشه که در دولت‌های اروپایی هستین؟ چند سال میشه؟ 1 سال و 6 ماه. 1 سال و 6 ماه. زبانی هم دولت حداقل همون از خود کردین که مثلا بله مقصد در کار و در هم من اصلا با تاجیکان زندگی نمیکنم، با همین ملت همین دولت هستم و زبانشون رو با قدری سخن گفتن و هم صحبت شدن و بهتر. آموختم. آفرین. خب در فکر یگان پیشرفت مثلا یا اینکه تعلیم گرفتن هستین؟ اون بله تجارت برادر، مثلا عین زمان زبان رو آموخته استودیم و بعد تجارت گذاشتیم انشاءالله خداوند. انشاءالله خداوند شما را موفق کنه. آمین. شما میدونید که در این دولت ها تجارت کردن خیلی آسان است و در یک کوتاه‌ترین فرصت انسان میتونه که به درجه های بالا بیاید برسه. کوشش بله برادر. بله این مثلا بله میگند نالوگ زیاد است، مثلا این اندازی کلان است، این طور است اون طور است، ولی برادران اندازی این دولت همون معاشی که همین دولت میدهد شما رنگ شاه زندگی میکنید. بله هر روز در خانهتون گوشت هم هست، میوگی هم هست، هر چیزی که خواهید برای خوردن هست. لباس، تمامی نمود لباسی که میخواهید میخرید هست. و بعد از همه رسخودهای شما باز شما کمش ده یکون $1000 دیگر باز جمع گیر میکنید برای یگان بیزنس کردنی هستید آینده جمع کردن میتونید. در تاجیکستان یا که در روسیه چیکار میکنید؟ همون تاجیکستان دا اگر مردم کار کند همش کمش در یگان 7-8 هزار سومون از همون مگزین ها، از همون مغازه ها قرض دارن، از مغازه های خوراک.
بله маошашон намерасад. ҳамин хусусан ҳамин шаҳр, ҳамун ноҳияи мо бародар, ҳамун деҳоти мо, ҳамаи муаллимони мактаб аз магазинҳо, аз мағозаҳо қарздор буданд. Ҳамаи муаллимо. Ман масалан рафиқам буд мағозачи, ҳамун дафтарчаи қарздорҳояшро дида будам. Ҳамин муаллимон камашда 5000 сомон як қарздоранд. ҳар як муаллим. Ин як шармандагиест, ки муаллим ба як ихтисосе табдил ёфтааст, ки охир аз ғулом ҳам бадтар шудааст, аз ғуломдорӣ ҳам бадтар шудааст. Дар ин давлатҳо қадри муаллима омада бинед. Охин дур қарздор намерем дар Узбекистон. будан худаш ҳамо агарчи официалӣ ҳам ки набоша ғулом будан аст. бале бародар, ҳамун қарздор будан худаш мақсад як чиз аст бародар. Як амин ба фикрам яке аз амин миллиардерҳои амрикоӣ аст. Мегӯяд агар маоши шумо фақат ба ҳамун ҳуҷраи зиндагиятону ба хӯрокатон расаду бас, шумо ғулом ҳастед, ҷоятонро тағйир диҳед. Мақсад дар мо дар Тоҷикистон ҳатто ба ҳамонам намерасад. Не, дуруст аст, гапи мантиқӣ аст. бубинед, инсон аз ҳама чизи қиматтарине ки дора ин вақт аст. бале ин чиза инсон қадр мекуна ҳамун замоне ки масалан бемор мешава ва дигар тавони ягон кора кардан надора. баъдан эҳсос мекуна ки ма чӣ рӯзҳои хуб, чӣ вақтҳои масалан хуба аз даст додум ва ба чӣ қимате аз даст додум. вақте ки як инсон масалан аз ҳаёти худ, мутаассифона манам дар ҳамин чиз шомил ҳастам, аз ҳаёти худ масалан вақти зиёд сарф мекуна барои як маблағи ночиз, ки он маблағ аз ҳамон рӯзгораш масалан берун намешава ва инсон воқеан ғулом аст. мо бояд ин чиза эътироф бикунем. Инсон бояд бародар, рости гап, ман ҳамин дар фейсбук ҳозир як видео, як мусафеди, намедонам чӣ гӯям ӯро, як мусафед бениҳоят зиёд ба чашм мерасад. мегӯяд ман дар даври Амиролимхон зиндагӣ кардам, дар даври Ленин зиндагӣ кардам, дар даври Сталин зиндагӣ кардам, мегӯяд дар даври Зоири шоҳи Афғонистон зиндагӣ кардам. Аз ҳама беҳтараш Раҳмонов буд. Охир ҳамун як нафаре боша бигарда бигӯяд ки бобо, охир худат фақат ҳамон диктаторҳоро дидагӣ ҳастӣ. ҳоло худат сафар ба ягон масалан давлати озоду президентҳо масалан ба Аврупо накарда, ягон президенти ки давлата пеш бурдагӣ дидагӣ нести. ҳоли худат аз як диктатор халос шудӣ, ба як диктатори дигар афтодӣ, боз аз он халос шудӣ. бале мо намегӯем ки Раҳмонов аз Сталин бад буд, аз Амиролимхон бад буд, аз ӯ хайр системаи айни системаи ҳозира замон масалан беҳтар аст, вале ин масалан нишонаи он нест ки Раҳмонов инсони хуб аст. Раҳмонов диктатори як падаркасифи дигар аст. шумо фақат ҳамун дар ҳамин тоҷикҳои ҳозираи худмонам бародар, ё Русияро дидагӣ ҳастанд, ё Қазоқистонро дидагӣ ҳастанд. Масалан мегӯянд ки дар уна Русиярам ҳамин хеле, Қазоқистонам ҳамин хеле. охир шумо бародаро фақат ҳамун диктатурро дидагӣ ҳастед. як бор сафар кунед Индонезия, дур Малайзия виза нест бо Тоҷикистон. як бор дар ҳаёт як дӯстам ҷамъ карда як мошин нахаред, равед як дунёро бубинед. охир як Малайзия рафта сафар кунед, бубинед ҳамунам давлати исломӣ аст, мусалмоно аст. охир мегӯянд ки ислом масалан дар ҳамин комментҳо дар фейсбук ҳамсуҳбат мешавед, бисёр чӣ мекунанд, баҳс мекунанд ҳамин тарафдорои Раҳмонов ки ана шумо давлата исломӣ кардани ҳастен, ислом давлата қафо мебарад, ин хел мекунад, он хел мекунад. охир як бор рафта Малайзияро бубинед, давлати исломӣ аст, қонунан давлати исломӣ аст. як бор рафта Индонезияро бубинед, як бор рафта ана
сингапурро бубинед, президенташ мусалмон, аҳолиаш мусалмон. хел сингапур баробарди амрикову аврупо маош дорад, зиндагӣ дорад. охир ҳамунам давлати исломӣ. Як бор рафта Дубайро бубинед, давлатҳои исломии араб масалан рафта масалан Дубайро бубинед, рафта Арабистони Саудиро бубинед, Қатарро бубинед. این گپ پیش رفتن قفو رفتن دولت سببگورش دین نیست. پیش رفتن قفو رفتنش سببگورش کروپسیا، سببگورش پوراخوری. در توجیکستان اکا قسم به نام پروردگار حتی همون اخرانیک های بانک، اخرانیک های همون مثلا کارخانه های دولتی پورا میگیرند برای اما پورا میگیرن، معلمات پورا بگیرن دیگه باش. نه مقصد امروز پگر همون پولشوک و همون راهروک رو هم دیگر پورا میگیرن. این یک توبه کردم خدا خیلی در این مردمی توجیک هر این پورا فرق ندارد، یک سم است دو سم است، در آتش دوزخ سوخته میشوید. نه تنها پوراگیر پورا دهنده هم موافق همین دینه که خود شما دارید برادرها اسلام، موافق همین دین شما هر نفری که به همون گایی است دیگر کارگری هست پورا میدید، با همون گایی در دوزخ هر یک جایت رو تیار کرده. این یک شرمندگاری است برادر. یک ویدیوی دیگر برادر هم یک کلمه دیگه بگیم بریم بود دیگر رو بیان. اون روز در اینترنت درباره افریقا بسیار نگاه داشتم. یک دولت موزامبیک، بله دولت موزامبیک یک چی دارد، یک سمکت، مردم مودا سمکت دوچرخه مثلا با فکرم اکثریت مردم توجیه میدونن چی است. در یک روز $20 به همون سمکت کار میکرده است. در یک روز $20 از معاش مثلا توجیکستان، معاش پیش توجیکستان همون سمکت دور پولی زیاد کار میکند. $20 خودش 220 سومون میشه. در کجای توجیکستان 220 سومون در یک روز معاش است. موزامبیک که از یکی از دولت‌های قشق‌ترین روی عالمه، میگن مثلا دولت قشق میگن مردم حقیقتا قشق زندگی میکنن، معاشش از توجیکستان بالا است. در دنیا من همین قدر نگاه میکنم برادر، راست گپ در دنیا با مثل توجیکستان معاش همون نمیدونم دیگه در کجا است. همین قمی کام افریقا رو نگاه میکنم، افریقا معاشش کمش $200-300. یا کن برادر، مجمع محصولات داخلی تاجیکستان 10,490,000,000 است. این در حالی است که شهروندای تاجیکستان مثلا 10 میلیون هستند و از سر هر یک شهروند 1,000 ببخشید من دقیقاً کردگی بدم، از من نیاز به همون معلومات های نوشتگی دارم. خب اگر خطا نکنم $1,079 می شود سر هر یک نفر. و اگر ما $1,079 مثلا با کلکولیاتور تیرم، البته حساب آمار مثلا عمومی است، در اینجا داخل میشن کسایی که ثروتمند هستند و یا مثلا بودجه 10 نفر چون توقع میخرن. بله. خب 1,079 اگر ما ایره تقسیم بکنیم، $1,079 تقسیم به 365 روز بزنیم، حاصلش $2.95 میشه. یعنی در یک شبانه روز یک نفر تاجیک در یک شبانه روز $2.95 میخوره. این برادر این سردنی показатель میونه مردم همون بوی‌ها هم با یک قطار رحمانوف خودشون با یک طرف کرده. بله. اگر مثلا حقیقت شب بگیریم با فکر همون خوردن تاجیکو در یک شبانه روز یک تاجیک همون 50 سنت نمیشه. واقعا همین خیلی است.
هر یک کدام از خانه خودتون حساب بکن که مثلا چند کیلو کارتوشکا است، چند کیلو پیاز است، چند کیلو سبزی و همه همی پروداکت هایی که عمومی شما هر روز میخورین همی را حساب بکنین. برادر ابوذر، من شخصا خودم مثلا در دور همون کریزیس یک سالوی 2012 از 2011 آغاز یافت، کریزیس جهانی کشیده بود. همون دور اینا مثلا در یاد بیاریم سحر حاضر سحر چی میخوریم در اروپا، مثلا تمام مینوش نعمت هست که سحر فورت گوشت میخوری، عبید بفورت گوشت میخوری، همه وقت میتونی همین گوشت فقط همون چیزای قیمت بخری. در اون دور سحر ما چی میخوردیم؟ یک تیکنون چای قطی شکر، یک تیکنون چای قطی شکر. عبید میشود دو کارتوشکا را قطی پیاز مثلا میپرتن شگو میکنن، گوشت با فکرم یک سالچی در همون دیگ درومدگی نیسته، همون دیگ گوشت دیگی نیست، چی خیلی عبید نباش بگهش باشد قروتوب یا که شکراب آخی مثلا این قنون توش کاریزه میکنن مثلا میگن که که ابوذر میگن که قروتوب مثلا این یک به نهایت خوراکی دولتی چون بر عثمان میبردورنش. آخه برادر یا بیچارگی این یک خوراک کم بغلیه، این یگان خوراکی چی نیست. این اخیر تی یک بار بیار این مثلا خوراکی این مردم ها ببین، با خدا اکا همین قسم میخورم اکا همین چیز اووری نگب میزنم اکا اهالی تاجیکستان 50% کمش یک ماه دو ماه گوشت نمیبینن. یگان مثلا خیلی با تعریف کردی 50% اگر گوشت ببینه خیلی بگیم که پیشروی بده. من مطمئن هستم که زندگی خودمون بزنیم. آخر هممون مکتب میخونیم برادرها، هممون مکتب میخوندیم. یک بار شما در یاد بیارین در بینمون بدن نفرایی که بیچاره زمستان است، قسم به نام پروردگار که زمستان است، تای یک تپچکه تای کلوچ اینم تای این چیزا مکتب می اومدن مردم. همین حاضرم با فکرم که همون یگان چی تغییر افتادی نیست. آخر حداقل همین رحمانوفی پدر کثیف همون کودکا را اقلا نگاه میکرد، نمیکنند. خدای خب این $2.95 گفتین. این اولش که گفتم که بودجه 10 نفره، بعض نفرای هست که بودجه 100 نفره مثلا میخورن، در تنها یک نفر استفاده میبره، ولی بازم $2.95 هر روزه بگیم که اگر ما خیلی تعریف بکنیم کامپلیمنت بکنیم اگر $2.95 این در حالی است که لباسای همون نفر هم در همین میدرویه، خوراکشان تمام مصرف های همون نفر در همین پول میدرویه. واقعا شرمندگی است. برادر ابوذر این همون تاجیکستان در عین زمان یک لیتر بنزین چند سوم است؟ کمش به فکرم اگر خطا نکنم 10 سوم است. شاید من راستی خبر ندارم. 10 سوم خیر بگذار 10 سوم باشد و بعدی برنامه نگاه میکنم. در همین دولت ما یک لیتر بنزین 50 سنت آمریکایی میشه، 50-60 سنت میشه. در همین جای ما زندگی میکنیم یک لیتر 50-60 سنت میشه، حالا که معاش کمی همین مثلا جای ما $2,500 50 سنت. پول تاجیکی مقصد نرخ تاجیکستان با پول ایجا 50 سنت میشه منظور شما؟ نه برادر، بنزین در همین جای ما 50 سنت هست، در تاجیکستان مثلا در اینجا 50 سنت، در تاجیکستان $1. حالا که معاش تاجیکستان نگاه کنه که $100 است، معاش این دولت رو کمش هم $2,500. درست. آخر یک دور نریم برادر، همون یک بلاگری آشپزای نمیدونم چیزای همون فقط فلانی آشخوری بیا فلانی ایجا بیا همون رکلام میکند چیشه. یک
як абедаш 80 сомон худаш ҳамун нархномаш ҳамондагӣ як нафар меравад масалан хай 2 нафар меравад абед мекунад 80 сомон хай 40 сомон як абеди холи 40 сомони тоҷикӣ охир маош 1500 сомон хай бигзор ҳолон ки нест 800 ҳамун 1000 сомон аст маош айна 1500 ҳисоб мекунем миёна аз 1500 сомон масалан як либос агар дар як моҳ як кроссовка аст ё ки ягон масалан пойафзол бихарад худаш 120-130 сомон $10-12 дар як пойафзоли холиш меравад. Агар ҳамин хеле ҳисоб кунем як моҳро баронем ба ҷои пилус рафтан ки хай 10 сум 20 сум ҷамъ кунад барои як рӯзи мабодо ягон беморӣ ягон чиз шуданаш 2-3000 сомон дига минус меравад. درست 2-3000 сомони дига минус меравад. боз ҳам ҳозир агар ягон чоплус бошад бародар дар барнома агар дабавитиш кунем боз ҳам мегӯяд ана майда мешавад ихел мешавад. Аср гузашт рафт асри 21 гузашт рафт дунё тағйирёбӣ да дуромад ҳозир кризис рафтеста яку кризис сар шид мо ҳамин қавақда ҳичи нашид и паданаълад нав дар кризис мекунад ягон пешравӣ ин лаънати масалан модар ба хато зоида шуда охир дар 30 сол ягон пешравӣ накард ягон пешравӣ ду дом сохтагиян ҳамуро барои худшон сохтагиян ҳамаш ҳам коргарои амнияти МВД همین бале دومورا ин нафар сохтагӣ нест نیست бародарам мақсад аки барои гапи ҳамун худшон бигемда ки ина пешравӣ ҳамун домҳо майлиш ҳамун пешравӣ боша охи дар ҳамун домҳо ягон камбағал хона дорад ягон расиян хона дорад боз ҳам ҳамун МВДву амнията ман худам ака дар Грузия будам масалан бародари гурӯҳи бисёр Грузия будагира медонен ака масалан ҳамун бародар худаш гап занад ҳар нафаре ки Грузия рафтагӣ мошин бизнес кардагӣ гап занад тамоми ма бисёр даниё дорам ака дар як телефонам вайрон аст ҳоло иншоаллоҳ созиш мекунам бениҳоят даниёи бисёр аз ҳамун коргарои амнияту МВД бисёр дорам ки мошин харидагӣ аст масалан маошум 1500 сомон аст мегӯям BMW 535 мехаранд мебаранд дар 15-16 ҳазор доллар. Мақсад ака ҳамун ҷо инам ҳамун мошиное ки мо дидем ба чашми худмон ба ғайри мардуми амнияти МВДву пажаркаву дигараш ягон нафар мошин намехарад. аз Русия агар як заказ ду заказ бошад дар як моҳ аз Тоҷикистон 10-15 мошин заказ аст ҳамаш коргарои давлат ҳамаш коргарои давлат ягонта масалан камбағал мошин намехарад охир ин худаш اول گوشت بخره در خونش یک بار تمام سوپر گوشت ببینه یک کیلو سیب بخرد اقلا در یک ماه خیلی با گفتن بسیار از گفتن برادر ببینیم برادر همه بدبختی ها سرچشمه میگیرن از خاموشی ما یعنی ما و شما خاموش باشیم این ظالم تولید کننده همه پرابلم ها هر پرابلمی که مثلا میخواه بالای ما و شما ایجاد میکنه بیا ما و شما یک نواری را بینیم یک نفری که رحمان فا مثلا تعریف توصیف میکرد و در برنامه های ما اشتراک میکرد بالاخره همین انسان فهمید درک کرد که در راه خطا است نفر خطا را مثلا طرفداری میکرد و امروز برای همین نوارش من مطمئن هستم که برای همین نوارش زندانیش کردگی هستند و در اول گفتگی هستند که 15 روز باید که زندان بشینه. محترم اساسگزار صلح وحدت پیشوای ملت صداش هست شما؟ بله همچون یک شهروند با شما مراجعه دارم که در شبکه‌های اجتماعی بسیار چند وقتی است که برای گویا قانون برآمده است که برای پوشیدن سطر حجاب 3500 سوم جریمه است.
این یکی از غوغا رو برداشتیستن. مقصد این ما تحقیقات کردیم قانون نبرآمده است. شما در صحبت سخنرانی گفتین که میگه که من تحقیقات کردم این قانون حال نبار اومده است. این همون نفر هسته که دایم وقت با ما در بحث بود که شما تهمت میکنین این خیلی قانون نیست، این زنی ما حجاب میکنه میبروی بیرون. دریاتون هست نه؟ بله بله. خب ولی آفرین با این نواری کردگیش احسن، آفرین. معلوم شد که همین آدم مسلمانه. واقعا ما این چیزا باید ما اعتراف کنیم. همین آدم معلوم شد که مسلمان است و برای همین مسلمان بودنش از در زندانه. شوک ملی ما نیسته. راست گفتین. در اصل حجاب شوک ملی تاجیکی نیسته. خداوند در قرآن گفتگی و پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم که ای پیغمبر بگو به زنها و دخترانت و زنهای مومین چادرهای خودشون پوشونن روی سری خودشون و شناخته شوند زنی مومین است و از طرف مردهای چشم نگر نجات داده شود. خب خداوند در یگان آیت قرآن نگفته که لباسی عرب، لباسی تاجیک، لباسی قزاق، قرغیز یگان لباس نیست، بلکه این لباسی مسلمان است. خداوند است. بله. ما فخر میکنیم که شما 500 مسلمان جهان هستین با ابرو. 500 مسلمان. ما فخر میکنیم که متاسفانه مفهومی همه گپ نفهمیدند هم مردم. 500 مسلمانی جهان یعنی همین مسلمانی هم سورت داره ده. در سورت 500 است. بله در سورت های یکم و دیگمش مثلا آدم های خیلی بهترین هم تا استا رفته منافق، مثلا کسایی که بسیار از دین بیرون هستند ولی دعوای مسلمانی دارن. امام علی رحمانوف سورت 500 یعنی مسلمانی است. برادر ابوذر، ما در همین مسئله سطر با زبان انگلیسی در بسیار از کامنتاری‌های مثلا بسیار از علمان دینی که با زبان انگلیسی سخن میکنند مثلا از این چیزا خبر ندارن، از وطن ما درک ندارن، چی وطن است، کجا است. به نهایت بسیار نویساندم از اندونزیا، از دولت اندونزیا یک ژورنالیست از یک کانال با من تماس گرفت، گفت با من روان کنید چیز است، یگان ویدیو یگان صورت چیزی که هست روان کنید. روان کردیم. همین صبح با من روان کرد. در حتی عین زمان در روزنامه های اندونزیا هم همین که سطر من شد در تاجیکستان و دیکتاتور بودن رحمانوف و درباره مردم پامیر پوبلیکاسیون نشر کرده شد. خب برادر اگر امکانیتت باشه، من نمیدونم تلگرام مرا دارین ندارین، تلگرام برنامه غربت من یک بار دیگه به نمایش میگذارمش. اگر امکانش باشه همون چیزای گفتگیتا در همین تلگرام روان بکنین. حاضره. ما در اینجا به مردم به نمایش میگذاریمش. حاضره خیلی من نواری کیرا یا آشنامون اسدالله را دوام احتمالی میمونیم دوامشم تماشا حاضره کم از سکرین کنم چیستونه یک دقیقه بخشش اکا تلگرام شما کم کردم گیریم و نوار را بمونیم. بله خب من اگر نوار را بمونم باز چی بیرون میشه. در همین چیزوی مسلمان ها اکا کومنت های من کردگی هستم اکا باور کنید صدها لایک که صدها مثلا سخن ها رفته ایستادن. شما اگر ببینید برادر همون ژورنالیستی که با شما در تماس شد با شما صحبت کردیم
اگر با شما متریالی آماده کردگیشون روان کرده باشن شما روی کنید در همین تلگرام. اگر نکرده باشن شما یک بار دیگه به هم بنویسین که اون متریالی که شما مثلا آماده روان کردین کرده شده است که روان کرده شده است. روان بکنین. ما انشاءالله به نمایش میگذاریم و ما طبق همون وعده کرده بودیم در تمام دنیا ما این حرامی را شرمندش میکنیم. بله من آغاز راستی اکا کوشش کرده ایستادم که با مفتی منک اگر همون با یک شاگردش در علاقه برآمدم انتظار جوابش هستم که همون یگون پوبلیکاسیا دیگر از طرفی مفتی منک هم شود. اینا که فقط میگن که این چاپلوسای رحمانوف میگن که انا طالبان این خیل طالبان گپ زدن اینا خودشون اکستریمیست دیگر هستن که مثلا اکنون دیگر عالمان دینم گپ می رود انشالله گپ رفته است که فقط انتظار پوبلیکاسیا هستیم. بله خب ببینین کسایی که به طریق اسکرین شات همین تلگرام پیدا نمیکنین این همین عیناً همین خیلی که در همین پایان همین اسکرین شات نوشتگی است در پای اسکی تلگرام سبچکا برنامه تیره غربت. خب همین خیلی میزنین این همین عیناً چه خیلی که در همینجا نوشتگی است. شما تلگرامی برنامه غربت پیدا میکنین و در این تلگرام من خواهش میکنم کسایی که در روسیه مشکلات های بالای مهاجرا میشه میبینین نوار برداری کنین خواهش میکنم و احوال مهاجرا را همچنین مشکلات هایی که در داخل وطن است شما با ما روان بکنین. خب همچنین ما همینجا باز یک بار دیگر میگم کسایی که میخواهند در راه مبارزه سهمگذار باشن و اما آماده نیستن چهره خودشون آشکار بکنن با طریق همین تلگرام تماس بگیرین. ما با شما انشاءالله صحبت های میگذرانیم که با شما راهنمایی میکنیم و بهترین خدمت در راه مبارزه میکنین و همچنین ما برای شما وعده میتونم که امنیت شما همون خیلی مثلا به خطر باقی میمونه. برادر ابوذر مرحمت روان کردم باز یک سکرین شات از همون کامنت هایی که مردم عرب و مسلمان های انگلیس و دیگر مسلمان های جهان کردند یک سکرینی دیگر هم پرتافتم که 229 مثلا نفر کمش در دیده لایک فقط 229 نفر مونده. این دیدهش کو با فکرم که زنده باشی برادر عزیز. تشکر زیاد. من میمونم با نشر میگذارم چیز با نمایش و ادامه میتیم نواری کیرا چونین اسدالله. президенте дорем ки чунин пешвои миллате дорем ки дар тӯли 32 сол дар иқа ободӣ сабабгор шудагӣ. ман фахр мекунам ки дар соле ки ҷанги шаҳрвандӣ шид соли 90 то 97 ҳеҷ ки баҳудаи сарвари давлата нагирифт. дар 16 ҷулусия шумо сарвари давлата баҳуда гирифтин. این قدر خدمت‌هایی که کردین ما همیشه طرفدار خدمت‌های شما هستم. انا سال 2009 جشن امام اعظم گرفتین. تمام علمای اسلام از جهان دعوت کردین. قانونی که میگن که برای سطر من است سطر این شوک ملی یگان دولت خاص برای دولت نیسته خاص برای مسلمان است. زنهای مسلمان. آفرین. تاجیکستان به همگان معلوم است که بعد پاش خوردن دولت ساسانیان سال 735 هجوم عربا بر هلبوک غالب آمدن مسلمان شدند. طولی چندین سالها ما دولت های همچون سامانی داشتیم که چون که مسلمان بودن پیرو دین اسلام بودن
ана то давлати шӯравӣ омадана соли 1920 омадан давлати шӯравӣ, баъдан ҳамин либосҳои мусулмониро мақсад гирифтан, чодароро чӣ кадан. 70 сол миллати тоҷик динша гум накард. Миллати тоҷик динша гум накард. Сабабе ки ҷанги шаҳрвандӣ як сабабе ки шида буд аз ислом истифода бурдани ҳизби наҳзат. соли 73 ҳизби ҷавонон буд, баъдан соли 91 гирифтан 30 сол ҳизби наҳзат шикадан. мардума дагирчун ҳамчун мусулмон гуфтан ҷамъ кадан, ҷанги шаҳрвандиро кадан. И сабабгорш занҳое ки пӯшокашон лухт аст, ода ҳуҷум нестай, пӯшоки миллӣ. Агар ин қонун баррасӣ шава, масъале ки дар шабакаи иҷтимоӣ дидестан, фақат ҳуҷум ба болои занҳое ки сатр доранд ҳуҷум аст, ба занҳое ки пӯшокашон лухт аст, ода ҳуҷум нестай, пӯшоки миллӣ. Агар ин қонун баррасӣ шава, 97% ки Тоҷикистон мусулмоннишин аст, розӣ шояд набошанд, бисёртараш нестанд. шумо ки дар ҷаҳон ҳамчун як мусулмони ба обрӯ ҳастен, баъди қонун баромадан шояд обрӯи шумо коҳиш ёбад. Шояд дар ҳамин дарони Тоҷикистон обрӯтон коҳиш ёбад. Аз шумо хоҳиш мекунам, пешвои миллат, нагзорен ин қонун барояд, чунки ин қонун бисёр қонуне ҳаста ки залал дар ҷомеа мерасонад, залал дар ободӣ, залал дар сулҳу собот мерасонад, залал дар сулҳу собот мерасонад. Ман намехоҳам ки Тоҷикистон гулгуншуквон ягон нотинҷӣ шавад. Ман дар тӯли 4 сол аст ки бар зидди терроризм мубориза мебарам. Дар тӯли 4 сол таҳдидҳо шунидагем, ба қатл мерасонем, аз бари ҷон гузаштагем. Чунки ҷонфидоёи шуморо ман дидам, чунки дар хуҷанд соли ки шуморо суиқасд карданд, ки ним соат пас баромаден, дар баромад карден, як илҳом мо дар ҷавонода бахшидаге ки сарвари давлата бинем ки як суиқасд нагуфта баромад бо аз пай ободкориву чӣ шид. Лизо аз шумо хоҳиш мекунам ки қонуне ки меган ба зудӣ барояд, ира ҳаматарафаша бинем ки аллакай хоинои ватан, аллакай бадхоҳои ватан, миллат мардумро ба ғавғо вартисанд, ба митингҳо даъват карданд, ва ба номи ислом истифода бурдистанд. ва мутаассифона пешвои миллат мавра мусулмон ҳамчун як мусулмон гурӯҳҳое ки наҳзатӣ аст, гурӯҳҳои 24 аст, ман қабул надорам. Чунки ӯҳо дар наворошон таҳмати ба таҳматҳои зиёд мекунанд. Дар ягон ҷои ояти Қуръон гуфтагӣ нест, дар ягон ҳадисҳои пайғамбар нест ки таҳмат ка ана дурӯғ бигӯ, ғайбат бикӣ. дар вақти чишун хулоса и бечора ба ҳамин саводе ки дошт, вале бозам мақсад ки мавқеша ошкор кард, мавқеша баён кард ки и тарафдори ҳамин беқонунӣ ё ин ки бетартибию бенизомие ки зидди ҳиҷоб ҷорӣ кардан тарафдори ин нест. ва ман аз фарзонаи миллат ки дар ҳукумат кор мекунанд, манзури ман ҳамун касои воқеӣ аст, на он касое ки хиёнат ба ин миллат мекунанд аз ҷониби масалан Раҳмонов. муроҷиат дорум ки ҳамин ҳоҷи Мирзо ва амсоли ӯ, муфтӣ Саид Мукаррам, ҳамиёро бибарен дар бари ҳамин одам ҷо кунен. ҳамун ҷое ки ҳозир ҳамин одам шиштагия бибарен дар бари ҳамин ҷош бикунен, якам тарак аз ҳамин ғайрати ҳамин ёд бигиран. Аммо дигар
شما ببینید که اینمی نفری که در تمام برنامه‌های مخالفان اشتراک میکرد، در تمام برنامه‌ها اشتراک میکرد و فقط سفید کردن رحمانوف در مشغول بود. امروز بردن 15 روز برای اول، ولی امکان داره که زیاد بشود. خب خدا زیاد نکنن، آزادش بکنن و از اون طرف ببرویه بفهمه که در چی رژیم داره زندگی میکنه. خلاصه وقتی همه خیلی نفره یا میبرن زندان میکنن، پس وای به حال او کسایی که از این رژیم یگان امیدی دارند. من خطاب میکنم به همه چاپلوسا، از احوال اینمی آدم شما درس عبرت بگیرین. من خطاب میکنم به تمام چاپلوسان و کاسالیسان امام علی رحمانوف و اون کسانی که امام علی رحمانوف در همه جنایت ها قوت میبخشین. از شما ده بهترین نفر برای رحمانوف اینمی نفر بود. از شما ده و از ایدم بهترین نفر برای رحمانوف یعقوب سلیموف بود که جانش در خطر گذاشت برای نجات امام علی رحمانوف. امام علی رحمانوف بر زندانیش کرد. از شما ده بهترین نفرها برای رحمانوف محمد سعید عبیداللهیف بود، گرفت یک بگیم که بیچاره و بینام نشانش کرد. امروز این یک تای دیگرش. خب امروز شما فکر میکنین که امام علی رحمانوف با همین چاپلوسی که شما میکنین، اگر چند که میدونین که خطای راه شما و راه امام علی رحمانوف خطا است، بازم چاپلوسی میکنین، فکر میکنین که به همین چاپلوسی شما یگان بل میگیرین در نزد رحمانوف خطای فکر شما. اینا ببینین. یک تاش این عبدالله این همکورس دیدی در کجا قرار داره؟ نیزو خواهی شما. خب برادر یوسف، برادر عباس، مرحمت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یکم غمگین شدم. ای می برادر به هر حال دیگه هموطن همزبان ای بچه اسدالله رحمانوف، فقط اون اکنون بچه‌ای که زندانی شد. یعنی که بگذار رمی عبدالله تصدیق میکنه اولی میکروفون تا باز نکرد. عبدالله جون سراسمان نشه. من مطمئن هستم که برادر ابوذر یک دقیقه شما وقت میته، بعد ما صحبت میکنیم. فقط در بین گپا ندارم. چوپلوس در اصل چوپلوس ای ما باره که همون چیزایی که مطمئن میگیم باره کسی تحقیر نکردم. این منخته برادر عبدالله تحقیر که باشون بخش میپرسم. کسی که ناراحت میکنه سخنان ما دیگه بنده هستیم که انسان هستیم، به خطاگی راه میتیم در بعضن حالات. چوپلوس در زیر نام چوپلوس یعنی که چوپلوس ها گوناگون میشن. چوپلوس بناموس، یکی از چوپلوس بناموس همین عبدالله که اسدالله یکم طرف غرور جوانمردی داشت که گرچنده که من مقابل شما هستم، شما را قبول ندارم. توبه کن پروردگارم ببخشه. همین بیچاره هر وقت میبینم که همین عبدالله را باور که یکم ناراحت میشم. اون خداوند خدا من چی میکرده است میگن که یعنی الله شفای کامل نصیبت کنه. بگو ادامه بگم. آمین آمین. بله او بچه یکم غرور جوانمردی داشت در برابر اونه که همه سخنایی که ما میگیم، هر یک سخنی که ما میگیم او مطمئنه میدونه که حقیقت است و حقیقت به دروغ پوشانده نمیشود. حقیقت به دروغ یک چند مثال هم در صحبت‌های پیش خیلی بنده دیگه برادرایی که روی برنامه هستند شما را آشکار روشن میگن. شما خیلی عقل تحلیلی صحبت ندارین. چوپلوسا برای که ما سخن نگیم گپ نزنیم همین سویت نمیفروشیم. 6 ماه مثال عادی میتمش مردم 3 ماه زمستان باور که دایره میگیرن مردم. او قدر مردم خیلی آسون فانک نگه که دایره میگن رقص کردن میگردن که جناب ولی زنده بود. بله این چیزا را این صحبتایی که همین برادرای راویای برنامه میکنن، مبارزایی که 24 ساعت که زیاد میشه، 5 ساعت 6 ساعت هم روزهای اخیر ببینین که در درد ملت که با همراهی ملت های کدام قشر جامعه، کدام نفرای مبارز، کدام حزب حرکت ها ساعتهای خود تیر میکنن برای شما
خیلی بگم من خلطه مغز بگم خطا نمیکنم. یک خیلی از صحبت‌های مفید، خیلی از سایت‌های خوب میتونن که ای رحمانوفی مریض 6 ماه نه 3 ماه همین سویت ابته دمی زمستون دیگه 9 ماه دیگه بکش کو مردم هیچ نمیگه، میگه نگاه کن ما را زبان ما را برای بستن. نه که شما نمیتونین، باید که چقدر همین دلالاتی که از تاریخ گذشته، تاریخ همه وقته عینی حال نمیدونم 50 ساله 30 ساله جوره که نمیگیریم. هر رژیمی که ظلمش زیاد میشوه پشخوری قدرتش دراوتر میشوه، همین پایه قدرتش در لرزه میداره، پایه کرسیش ظلم زیاد میکنه. شما یک کم ترکی برای همین رستم دیوانه را بای خیلی شروع برداشتن همین شهر دوشنبه را کلان سرت بتین، شهر دوشنبه را کلان سرت بتین. اما این نوعی توبه مرکز نمیفهمین شما، ما نمیدونم که قطعی شما چه خیلی گپ زنن. به هر حال در با سلام کی گپ میزنه این بچه اسدلو محکمش که چوپلوسی برناموس شعر نری چوپلوسی هم خطا نمیکنم. خطا هم کردن برادر اسلام میکن عبدالله صداد نیست گوش بکن یک کم ترک مرد برادر ابزار مردم صحبت بتین. من انشالله که وقت دارم، ما مدیون هم هستیم که باید که در حالتهای حساس در بری مردم باشیم، از بس که دعوای مبارزی داریم کمتن ما میتونیم که کلان صحبت نکنیم. صحبتهای ما را خودت کردی، برادر حسن کرد، بعد دیگه برادر قاری کرد، برادر حسین شروع کرد. خدا از نو راضی باشه که وقتی قیمت خدا تیر میکنن، وقت پیدا میکنن میان با مردم هستن در این حالتهای حساس. ای عبدالله چی میگفته باشم جلوی ما نوبت بده که وعدهش کردیم هر فیل نباشه. من میکروفون شب آرام عبدالله جان، من میکروفون شب باز میکنم، نه که خودت برادر یوسف همینجا باش و صحبت میکنیم. Zakabes, Yusuf John, assalomu alaykum. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها چخیله گیجاییده باشه، خداوند نگهبان باشه هممون، الله هممون جزای خیر کنه خدا. بچه‌ها گوش کنین، حاضی یکم انا که تو حاضی یوسف جان گفتی ابوذر، حاضی تو گفتی درباره من چوپلوس دیم وای مای دیم позициям یکم позициям یوسف جان лучший из лучших ستاره درخشان اسلام حاجی میرزا نصیحت کرد، پند نصیحت کرد برادرها دیگه دوست نکنی. هی ابوذر دیگه دوست نکو دوست در پیش چشتای حاجی میرزا непобедимый басайтона دیگه حاجت نیست ما گپ زنم موضوع یوسف قطیتون نه که دیم позициям تو منو چوپلوس گفتی، تو докажи что من چوپلوسم. من гарантия میتم در نزد الله که من چوپلوس نیستم. ابوذر کمبودی رحمانوف گپ میزنم، همه ما حق گپ میزنم. تو یوسف نیپرافی من چوپلوس نیستم. دور نرو عبدالله جان، یک کامدی رحمان فابگو یا تشه نخواد در 30 سال یک کامدی نکده خطاگی نراسایی یا تبگو گوش که 95% победа داره، 5 تا поражение برای من. گوش که یوسف مایل به من گپ زنم، رقص بازی ما دا معقول نیستای، تعریف میکنن شما دا معقول نیستای. گوش که تعریف میکنن شما دا معقول نیستای، رقص بازی میکنن ما دا معقول نیستای. گوش که 95% победаш تاجیکستان آباد کردگی، من تن دادگیم تن непобежденный герой رحمانوف период. آلی بس من میکروفون تا خاموش کردم. یه مینوت صبر کن. بیا یک بار تا در همین تمام زندگیت خیلی نرمال رنگ آدم گپ زن، خیلی با یک ترتیب و با نظام بیا گپ زنیم. خب یک سوال اجازت باشه ما یک چی بگم میرم. من میر محبت زیاد دارم. عبدالله گوش که شعر نرا پریواد نکه بخدا هر وقت گپ میزنی کو ما چخلم کامera رو شب گردونم بیا پیش هر وقت گپ میزنی کو ما ایجام میخزم تلویزیون را گرون در تلویزیون ترا میبینم. میبینی خطا چهره ترا کلان میکنه میبینم، فهمیدی؟ کلان یعنی تلویزیون در ترا نگاه میکنم باور که نشاط ببینم خدمت نشاط خدمت ببینم.
ولی استودیو بیرون بشه بعد در یوتیوب تماشا که بعد میبینی. گوش که یوسف تو پادنشینی من چی داری؟ تو من چوپلوس گفتی دکازت کرده میتونی. من گارانتی میتونم من چوپلوس نیستم. من مخالفی نپبی. من پیش رنگ شما مبارز بودم. من در رحمانوف بای دادم. رحمانوف تاجیکستان آباد کرد. من تن دادگیم. من طرفداری میکنم سراسیمه نشکی سراسیمه نشکی از اون گپای بچه نشد اکا هیجاب عبدالله یوسف هیجاب ما خب ما سوالت میتونم به گاز جواب بده. همین خیلی نرمال رنگ آدمای نرمال نگه بزن. اکای ابزار بخشش یک کلمه بود برادر خودت همین آبادی همین تاجیکستان ده چی میبینی دنی ممن یوسف برو روال من در پیش یوسف گپ میزنم انمی سوال تا تدیم برا نه اینمی حازمت دیگه چه من همه نبای بینندوی عزیز دنیا ما را تماشا کنه سوال که از سرکه ابوذر انم سوال تا که مردم از سرکه آبادی تاجیکستان ده چی میبینی تو؟ میگوی رحمانوف آباد کرد چی چیز آباد کرد؟ شما من شما احترام میکنم ما آیا سرزمینیم شما با من مهم نیست نرمال نگه بزن بگو که کجا را آباد کرد آبادی شگومه جواب تیم آبادوشه ما بگو رهای سوپر سمالیت های سوپر در کجا بالنیت سوپر سودای سوپر پراکوراتورای سوپر بالنسای سوپر گفتی میکروفون گفت اگه اکا عبدالله ببین خاموش باز گوش کده یکدیگر برای بفهمیم این بازش نیست بچه خوندن در کره این هم احتیاج به همون توبته خود داره برادر شیخ اکای ابوذر راستی گپ این مرد کدام است همین عبدالله این کسالی ای بشورا اوز اینم یگون گپ پیلیش نی امرای اونم دیگریش ور میبرورا اینجا گپ میزنه بود فرزندش میشوان و درد سر خودش میشه اینجا فرزندش میشن به پدرشون در زندان آخه همین بیچاره ما برای دعوتش نکردم این گومش کنه اکای ابوذر بخدا وقتون میره و باور کنه اکای ابوذر این برادر کدومی هستی خیلی بیچاره کساله و خیاگون وسواس داره یگون چیز داره من فکر میکنم که همین برادر عبدالله میفهمیدگی انسان فقط نوبتش نمیتونه وقتی میگه بالنسای سوپر یا که بالنسای همین کلوب همون منطقه خدمت جایی که ما توبت کردم یک از دیگه سه کس نزدیکم اهل بیت ایندم نفرای اویلای خدمت خوب میدونم که تو چندم اتاج او میبرویا بالنسای نو در کلوب طرف پشه داره تا پیش تبازو گرچند ما دوریم و تا نرفتیم نه که با تلفن میگن که همین قسم در کار برای اپیراتسا برای نارکوس برای پاستل بلیو من برای دیگه و ها کازو ما خوب درک من بالنسای سوپری را اگر یک تا بقاپیش معنیش کنی دامو بالنسای سوپر گفتگیش بیاری از سه چهار دلیل ان که میفهمه از بس که همون سخنوش هوای میشه که عبارت میگیره سوپر با پیش نمیچی اگون خطاگی میکنه اساسا در دلش گفته زچه در دل است در زبان میبرویا خطا کنی اگر هرچند حرکت کنی که من دروغ گم خداوند زبان تمیار راست میکنه برای درد سرش نشود دیگه غمش نتیم من فکر میکنم مگر قطعی گفتنی ها هست میگه من در کازات شوفتی ما در کازات میکنم اکای یوسف بخدا کو ما همین برنامه برادرو را تماشا میکنم ما دم یک چیز میفورم یک انسان میفورم که طرف رحمانوف باشه که همین کنکرت نی با سواد باشه خو میگن کو چوبلوسای رحمانوف یا تشریح یک برنامه دا نمیدونم برنامه کدام برادر بوده که من سپور چیدم مقصد میگن کو مهاجرو به سوادن مهاجر شدن این طورتر بعد گفتمش برادر همین خودت در کجا خوندگی من میگه اونجا نخوندم آخه گفتم مایلی هیچ جا نخونده دانشگاه مکتب میونه در کجا خوندگی مکتب میونه خیلی خوندگی به دسته در مکتب میونه گفتم از همه سواد بهترین در چی داشتی گفت ماتماتیکا گفتم همین کوسینوس یک چنگره دوسای کی уже بعد گریخ گو که نه ماتماتیک کردم نمیفهمم مقصد اکا یک همین کدام چخلوس میدروی اولا یک بفهمینش که اکا یگون سوادی در لوبای فن زبان ادبیات تاریخ از چی فن باشه اول یک ده سوالش بتین که همون آدم سواد داره خودشانی لعنتی و عموما سواد ندارن اکا عموما خب همین سوال تا از همین عبدالله بپرسیم
خب عبدالله خودت چند ساله ای اگر مخفی نباشه؟ عبدالله سوال به خودت است، چند ساله ای؟ خدا کنه کمی قضیه بدون جوابی پرا داشته باشه و حالی کفته است. این همین جنگل چی برای ما نشون میتید؟ عبدالله میکروفونت کشاده، گپ زن. چند ساله ای خودت؟ این بیچاره هم جنگل کبوده خیال کرد که آبادی همین چیز جای کبوتی آبادی میشه برام اگر ابوذر اگر ساختمانچی باشه همین عبدالله کو بگوش همین کوادرات فرمولای کوادرات یا برمودا گپ بزن کو همو کار میکنی کوادراتی کار تا خیلی سو میکنی. میگم من گوشت فروشم کو. من مطمئنم که از اگر پرسمش گم گوسفند یک جور سر میگه میگه اول پوچه روش میبری. ای باوری است. آبیجا سلام علیکم برادر، اجازت باشه قطعا ابله صحبت کنم با اجازت شما برادر. علیکم السلام و رحمت الله. مرحمت برادر. شما اما عبدالله را دبایت التماس خودش برآمد دوزی ما گپ تو نبزنین و امکان داره که با دوباره پیوسته من شد. ای رحمان دیکتات ما بزور شدم اونجا گپ زنی رو و همین که عبدالله خواستم گپ زنم مثلا اجازت باشه اگر خیلی اوجه برآمد من رد میکنم همینجا التماس مرا نبره. مرحمت گپ تو بزن و با دوباره قچقجکش میکنه میدروه. همین عبدالله را چی پرابلم شد که ایم پیستا فروشی سرش کردن. این پیستا فروش بود کو سرش کردن با ساختمانچی بود چون چی بود سلسله همون رنگ روش بزرگ کنم یا پیستا فروشیدم دیدن کروش چیشه سرش کردن. همون تعریفاش ببین همون داد زده سه میگوی در بازار چی چیزی رکلام داره. ده اصل ما کمک ابزار عبدالله را یک کم همه کسا کمک گفت که در کاجیش تو چوپلوس بو باورسی میگه خوک دار سرس ما گفتم میگمش که ما دکازات میکردم اجازت میدادن فقط اون میخواهن که موضوع بگریزیم بعد برادرایی که هستن فرق نداره با چهره پنهان با چهره اشکار خوش اومدن برادرای چهره اشکار با احترام شما کسی دیگر از سرزنش نمیکنین برادر خلنظر و رجب علی ان شاء الله که این مهنتایی که عین حال میکنین با همو فرصت داشتگیتون پروردگار در اجر ثواب شد ما اون نوشته میکنه. این انسانا را نباید که ما احساسات داده شما که به غضب بیایم که تو در روز روشن داری محض درست آشکار میگویی. اگر نقطه به نقطه بریم من مطمئن هستم که نفرایی که در منبر میبرویان تنبول به چهره آشکار بدون روی برنامه بدن اونا دارن جواب به رستم امام علی را هم دارن. من فکر میکنم که به نمود تمام لوبای وزیر تام دلخواه وزیر را بیارن اگر همین سوال ما را جواب بدن ما هم دیگه نمیفهمیم که اینستیتوت universitet بود نکردیم. فقط ما همین قچی گفتنم که میگن یا بسوادن چوپلوسن خیلی خودن همین تجربه دیگه میخزم هر روز آدمای نوبناو دیگه فرق نداره ملت های گوناگون که قطعی هر کسا زیادتر خز میکنیم همین مدت که نمیدونم 5 سال 7 سال که در مبارزه من مطمئن هستم که نفر 3 سال پیش مبارزه دا اومد تو الان مبارز ایستاد و در ایرو تصمیمش خوب گرفت. اگر او سوادش اینمی مینیموم نمیدونم که یک عادی‌ترین نه بسوادترین فرزندای وزیرایی که اونیورسیته گفت همون تشریف که سکیتکا میگه کجا میره پیش پروکاتورا چیکار کنم میگه سکیتکا بود چی خریدم تخفیف بود زچوتا یک زمین رو خریدم پیش همون پروکاتورا برام که همون جامعه انگی بود چی سکیتکا میشوه نمیدونم چی میخرم یارمارکه میشه وظیفه میخرم اینا هم خیلی انسانن اینا ندارن جواب ندارن و پیشنهاد من میگه که ای برادرای راویای برنامه همینا را نمونه از سخن بگیرن هر برادر بچه‌ای پنهان آشکار سوال داره قطعا صحبت کنم اجازه بده همین بسیار 10 دقیقه 5 تا 7 دقیقه را اما دیگه جواب این کوسینوس برای یاکو من مطمئنم که یک معمای سربسته که برای یک انسانی که نمیدونم الگبرا گیومتری خوندگی سینوس و کوسینوس و کوادرات فرمولا رو همه را میدونه در مثلا برابر دیگه ایگرگ ایکس دیگه رو اینا بیچاره
ҳатман кадом мазлум ё ки ҳами завад чхели мегӯянд ки модарзодӣ чоплус омагия бояд ки ба як роҳ не ба як роҳ ба ки ба ҳам нафари пулдор мансабдор наздик кина ҳамура дастгирӣ кина барои чӣ барое ки зулми болои миллат зиёдтар шавад. ба ҳамин хотир дига ман суҳбата зиёд намекунам. агар ки дар студия ҷо бошад мо метавонем поимтар беснем дар инҷа мунтазир бошем. як навора дар ҳамин суҳбатои шумо ман бимонам. аз вазиро гап задӣ. устод дар шахсан ман рӯзноманигоро бисёрам як савол додед сабр кунед ман шахсан ман вазири маориф Нуриддин Саид тарафдори калимаи переобразование чӣ мешавад табдили ин муассисаҳо аст. ман خب چی نظر دارید؟ ببینین این همی است وزیرای رحمانوف سواد یا بیچاره را ببینین. با خدا قسم حیران نشانده. استاد در شخصا من دوام ایره پیدا کنم. Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школу. Без подготовка придут на занятия. Не имеет тетрадь, ручка, книга и так далее. Без руками идут в школу. Латукуби куда? Да, со стороны родителей. Дар со стороны родителей. И на это реагируем мы. Общественность реагирует, нельзя. С собой ребенку. او بیچاره رو شوجا بجا کرده که در همین شرمندگی توش نباشه. Этот самый на миграцию, как его там. Через 3 месяца вернуться, а ребенка не ходил в школу без справки. И такие случаи иногда случаются. خب اینا وطن در دست این خیلی ها. این یک چوربانی دیگرش شکل یا دستلت بل اون نفر قبلا موندگی بودم نوردین سعید وزیر معارف تاجیکستان بود. خب سابق وزیر معارف تاجیکستان و این نفر عین حال رئیس کمیته علاقه تاجیکستان است. Старост класса, был председатель организации, комсомольской организации там. Я в Олимпиаде по математике занимал первое место. По математике, физике и так далее. Уклон, акцент я делал только на не на гуманитарные, а вот на эти науки. Билет полностью ответил. Они говорят, к тебе попал легкий билет, легкие вопросы. Я говорю, ну и что? Я взял, как положено билет. Я ответил, почему вы мне поставили 4? Начали там, дополнительные вопросы задали, все отвечаю. Но не хотят мне поставить 4, 5. Ну, они, некоторые не жив, они знают, эту ситуацию они знают. Но потом, если я получил 5, то бы я как бы... خلاصه دیدین این همی آبادی تاجیکستان نمی است. اما آبادی که همه عبدالله میگه این نمی است. این همی خیلی بسوادا وقتی که میان در سر قدرت میستن وظیفه دار هستن یا دیگر نمی آبادی میگن این مردم. آبادی همون زمانی هست که بهترین نفرهای ارزنده در جاهای ارزنده باشن. نفر مناسب در جای مناسب. این نفرها قطعی ما حکومت مون باور کردیم سپاریدیم و امید داریم که در تاجیکستان جاهای کاری بشه. با کدام سواد همین نفرها برای ما و شما یک مثلا امنیت سالم تامین بکنن، یک جایهای کاری تامین بکنن، یک مثلا رشد اقتصاد بیارونیم. با کدام سواد؟ خب
бародаро идома битин. Бародар Юсуф, марҳамат. ака абзар ҳамин чоплусои раҳмонов дар гуфтанӣ ҳастанда. ҳамин ҳар нафаре ки ҳамин раҳмонова чоплусӣ мекунад, ина мо муборизо, ина мо мардуми тарафдорои гурӯҳи 24 ку биёяина масалан мегӯянд ки муҳоҷиро бесаводанд, биёяина ҳамроҳи мо баҳсҳои мунозира аз ҷиҳати сиёсат не ку аз ҷиҳати ҳамун илми доштагитон биёянд ку баҳс кунед. ҳоли шумо сиёсата гуфтем ҳамчи бомба мефаҳмед, биёед аз математика, физика, забон, адабиёт чӣ ихтисосе ки дорем биёед як бор ку бубинед мо бо савод ҳастем ё ки шумо. Ами гуфт ку май математик гуфт чорумҷо гуфт. Ман мутмаин ҳастам ки ҳамина ку ҳами 3 кара 7 биганаш намедона ки чанда. Бо вуҷуди он ки ман 3 кара 7 21 бо ин ҳамин бобу пирсиш ку баъд ҳами навора тамошо кардан. Ака Абузар як гап мезана ку мега ман бисёр китоб мехонам. Китобҳои ба экономика бисёр ташаббуҳ доштагӣ. Чӣ китоб охи? Марди судхӯр, Ҳасани Арубакар. ҳамин китобое ки моро масалан кӯдакӣ монда ба ҷои афсона ҳамин чизҳоро нақл мекардан. Масалан афсона Марди судхӯр китоб нест охи, ӯ як қисса аст. бале ҳамун худаш судхӯр охи ҳамун китоб дар бораи ҳамин худаш нависонда шудааст. ҳамун марди судхӯр ай ҳамин Раҳмонову ҳамин нафарон дигар чӣ фарқ дорад? Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Бахшиш ман. Умедворам ки ҳаматон хубу ҷӯру сари ҳолед. Худоро шукр. Хай аз давлате ки ҳамин хеле масхарабозо вазиру раис шудан, дигар бояд мо чия интизор бошем? Дуруст. Мисли Нуриддин Саид ки латфкубатсия ҳозира раиси телевизион ва радиои Тоҷикистон хато накунам мондагианша. ё он бек сабуре ки буромада гуфта буд китоби марги судхӯру Арбобкамол. дар сурате ки Арбобкамол як қаҳрамони негатив мегӯем, ман қаҳрамони сиёҳи ҳамун дохили вая қисса гӯем. буромада гуфта буд ки ман китоби марги судхӯр хондагӣ, Арбобкамол хондагӣ. бисёр китоб мехунам, ҳама майлаш ҳамин китобҳоя бо тавсия карда буд ки хунед, ино беҳад характери бизнесӣ доранд, характери тиҷорӣ, дар сурате ки он китобҳо ҳама китобҳои бадеиянд. барои як чӣ бардошт кардан ё шояд як ҷа ростам гуфта бошад, ҳамун китоба хонда бошад ки айни ҳол ранги ҳамун Арбобкамол зулми ситам доранд рӯи мардум. ҳамун зулму ситамера ки ӯ болои одина овард, ино гирифтан просто болои мардум оварданаш. бари баъзе ино шуд як китоби тиҷоратӣ, бари баъзе мо шуд як китоби бадеӣ. баъд ҳадди ақал Абдуллои Раҳнамо бо якти дигар Давлатуф буд, оли Россия баҳаи докторай. ин қадар худшуна ба савод мегиранд? Не, дар ҳақиқат ҳам савод доранд, надоранд не. ино просто ҳамун шахсое ҳастанд ки сиёҳ аз сафед 100% фарқ мекунану не ки бо сиёҳ дар чашми мардум ҳамчун сафед мебурон нишон метиҳанд. бале ҳами дар пеши гапи шумо Абдулло Давлат касеро ки шумо бале ин нафара ман наздик мешиносамаш. ин нафар вақтое ки мо дар ҳами роҳи мубориза соли 2013-14 қадам гузоштем, ин як марди мубориз буд то ҷое, вале намедонам дигар воқеан нафарҳо ҷисму характер шикаста тонистанд ин нафара ва имрӯз як чоплусе аз ин ҳамиё фарқш намекунӣ дигар. бале ман ба ҳамун хотир буромадам ки ҳадди ақал нисфи ҳамун ки девонативи зай нума чӣ буд Асадуллои Алӣ, нисфи авай ғайрат надорам. ман ҳамун бачара
وقتی اولی که گفتم کم باشد ناموس های دهمی وقتی بود که رفته طلبه کرد به همین سوادش به همین تصوادی که ما داره همون انسان رفته اینترویو گرفته بود گفته بود که تو دروغ میگوی فعلا یعنی قسم دروغ میگوی چیزی معنی نیست که تو کرونای منو میخدا همین خیلی گفته بود طرف طلبه کرد همونجا گفته بودم که همین یک ذره هم که باشه ایمان دارد ده خلاصه همه قبر ما هرچند لیسیده گفتم که زده باشد در همونجا با یکمین کامنت من نوشته بودم که هرچند که لیسیده گفت زدیم برای حقیقت گفتن لایک و کامنت در نوم من اولی هم در همون کامنت ها شاید باشد که 2 روز یا 3 روز نگذشته بود که خبر اومد که اسدالله برداشتن. بله خب برادر سوخت شما عین حال در روسیه هستین یا که در تاجیکستان یا در دولت‌های اروپایی؟ اگر عین حال اروپا بود. مردم تاجیک که در روسیه هستن چی توصیه میتین یک انسانی که مثلا دیگر دولت‌ها را دیگر راستی ما همون وقتی چی بود یکم بار موبیلیزاسیون سر شده بود در روسیه ما در استروپ لیسه کار میکردیم یک تا استروپ اونجا فکر کنم زواد شیمیا میشد اونجا صورتگیری و ویدیو کردن خیلی کارو پول کدیگری چیزی من بود همونجا زده در اومده بودن وقتی که روسا هم گرفتن تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان رفتن فیزبه زده در اومده بود نیم تاجیکویا و ازبکویا گرفتن بار کردن از جمله منم در داخل اوایو بودم بردن محکم کردن وعده ما دادن 100,000 روسی 100,000 روسی زن و فرزند داشته باشه گراجدانство میتیم خودتون با هم گراجدانство میتیم 2 ماه میرید مشق میکنید فرونت با میرید عجایبش در چی بود که یک تایی ورق ما داده بودن در ورق نویستگی بود که و مثل باباهای خود کتف و کتف همدیگر می جنگیم و الله قسم خیلی یک تایی ورق ما داده بودن بعد همونجا من همین برادرای ما بسیار ساده هم که همین پل که نومی پلگری دیگه لوگوی کار میرن این هم از سبب چیه؟ از سبب نداشتن بعضی آدم ها موجره هستند که بجاناش میرن در همون استرایک ها بازی میکنن از جمله خودم هم دیدگی هم این روزا را خوب میدونم برای ده سمپل خوب قبلندی با میگوید خدای نکنه یک لالتی تموم آخه میری همیشه همونجا یک من زید شنبر اومدم من برادرها قطعیم تعلقه یا مولی همونجا من بودم زید همون روسا بسیار که بر اومدم من بردن بسیار خیلی زدن تا حجر همون یک طرف مرزدگی هم مایب شدگی تا حجر گو وقت کمک اگه کوری وزبین کنم علاقه در میکنه سوزوندن یک دستوم سوزوندن با سیگارت برای چور که گفتن من دیگه همونجا دبایشون که کم در آدمی چی بدم گب میزدم منم بعد برابرشون گب میزدم هرچند که شکه هم خوردیم با همون گفتی همون گفت ما ایستادگری کردیم چی نشدیم بردم محکم کردم یک ماه من بردم محکم کردم و برادرای دیگه نمیدونم چی شد چی نشد من یک ماه محکم کردم بعد دیگه سر سود برآوردم دستر سودیا 5 سال من دپارتاسیا کرد وقتی سر سود برآوردم الحمدلله 5 سال دپارتاسیا کرد گشت گفت خواهی دپورتت من لغو میکنم پاسپورت روسی میتیم زن فرزند داشته باشی گیر بیار با عهدی ما چیزی شد نشد ما بیایی اینجا مثالی که ما که با پریمیا میتیم همه طرفه دستگیر میکنیم خیلی که مثال یک گپ و خبرم که شد زن فرزند دیگه عهدی ما باید بالا خواستم در همون جمعه برومده پروتیف سوریه گپ زدم که در وقتش بابای ما برومدن احمقی کردن ضد مثال جنگ کردن امرای شما امروز ما نبیره های همونا غلام شما شدگیم اول ما ره میکنیم که جرمنیا بریم یکی افسوس نمیتویم اینجا اومده غلامی شما یا داریم اون باباهای ما احمق بگیرم بخدا پسم گفتم که زیدی حتی شما برومده زیدی فشیستیان کرده امروز ما برای شما چور که هاییم
زنی уважения گفت برای دشنام уважать نکردن از سود گفت 10 سال دیگه امان 15 سال گرفتن دپارتاسیا زدن 30,000 روسی اشتراف کردن برای اشتراف دادن پرسیدن گفتم پول داری یا نه کی گفتم 15 روز گفتم تو وقت برای ترک کردن روسیه اما ورقه گرفتم و گفتم بالا قسم گفتم خود پاژیر گفتم میگه دپارتیرویتی یا больше не вернут گفتم Россия گفتم همونجا بر اومدم از زل سود بر اومدم ورقهای اشتراف همه بنام تو دفترشون دروندم در سطل موسر پارک افتم و بلاروسیا رفتم کوچوکی بعد همین خیلی خلاصه ولی این حال اروپا باید بسیار عذاب کشیدم. چی توصیه میتین به مردم به مردم مهاجر توجیک چیکار کنن یعنی بستن بگوین به نظر روسیه این حال اون روسیه 5-6 سال پیش نیست روسیه اول یک روسیه شده یک کجایی که به یک توجیک بینن همچون اکستریمیست یا یک تروریست گویم ساحل خواهی به نظر شبه وای به نگاه میکنن به همین خاطر هر قدری که تونن مردم ما گردن به وطن اگر که نتونن یکون راهو شیابن یکون دولت‌های اروپایی و بیان کار کنن همونایی که کار منوجدت دارن یکی اونایی که نباشه بهتر همین که یک گرده نون همون کاخی وطن هم میلیون اون رسیه با بالا و بالاتر میستن خب تشکر و یک چیز دیگر از شما پرسون کنیم چند سال در روسیه کار میکردین؟ من تقریبا 1 سال 2 ماه من حیاتم به همون برومدگیم تاول یا دیگه تاجیکستان رفتگی هم نیستم رفتن هم نمیتونم یعنی در روسیه شما همگی 1 سال 2 ماه بودین نه؟ 1 سال 2 ماه بودم 8 ماه حیاتم فقط عذاب و بیکاری خطی گذاشت خب تشکر زیاد برادر عزیز وقت خیلی کم است صحبت به دیگر رو بکنیم آخر سخن بگین یک تا شعر لایق شیرالی بود زمانه به نظام شد به نام کی به نام خلق حرام ها حلال شد به نام کی به نام خلق یک دو مثل دیگه داشت یکی برای تخت جنگ یکی برای تخت جنگ وطن به کام وام شد به نام کی به نام خلق خداوند نگهبانتان باشه الله باشه صحبت‌ها بخیر خب تشکر زیاد برادر عزیز خداحافظ خب جاگون برادرای سراسیمه هستن از کسایی که چهره آشکار قطعی صحبت میکنن برادر رجب مرحمت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران امیدوارم همه کسا خوبین علیکم السلام و رحمت الله احوال شما برادر شکر خدا سوستین برادر در مسئله عذاب شکنجه و روز دور روسیه گپ زدم من 13 سال حیاتم در روسیه گذشت در مسکو خب 13 سال من در روسیه کار کردم زندگی کردم ولی این برادر راست میگه این روسیه و روسیه اولا نیست روسیه های حاضر همی هر یک کجی در رجب علی 13 سال شما در روسیه کار کردین یگان کتابچه برای نمیدونم трудовой книжка میگنش به زبان روسی برای اون که شما در سین پیری مثلا به نفقه بروین دارین یا که نه نداریم خیلی گپ نیست خیلی گپ همو چاپلوس ها میبرن میگن که در مثلا مثل همو یا دکتر اینام شگرفتش کن داشت عبدالله عبدالله کو بله عبدالله داود این هم مثل همون چاپلوس ها میبر اومدن همون برنامه بعضا وقتا میدیم برنامه هایی که میگفتن که در روسیه официально типа коркни трудовой книжка даже هم قرغزا تماش سایزن هم قرغزا هم بخدا قسم هم آزار میتن که نسی خیلی گپ میگه فهمش همین دهنی ان در اصل نسی چیزو دروغ همش که مردم چیکار میکنن بعد مثلا الکی 30 سال از بین گذشت و عمر یک نفر در 64 سالگیش اگر خطا نکنم پنسیه میبره این مردم از کجا میگیرن پنسیه به نظر شما مردم پنسیه کجا میگیرن مردم اینم چند نوارای برومد برادر ابوذر بخاطر دیدی که مردکای 50 ساله 60 ساله جنگ بردیسن یک چیز هست ویدیوش برومدگی یعنی پنسیه وقتی پیش هم آدمایی که دوری سیوز
کار میکردن میومدن خیلی گراجانی رسیدن بگیرسن در حساب هم در اساس هم سویت سیوز خیلی میکردن شو پنسیا هازی چیز نیست هازی فقط یگونه راه جنگ همین جنگ برای بیای پنسیا تا میتن پولی نو چیز تا میتن اگر زنده بگردی اینجا 90% بله. معلومه که تو زنده نمیگردی هم 10% اگر زنده بگردی یا که صحبت اختانه بکنین دیگر. بله تشکر برای جواب سوال. مقصد نیست یگون گفت یگونه کار جنگ من چی گفتم خطاب دارم با بچهای تاجیکی در روسیه هستن شهروندای تاجیکستان که در روسیه هستن با خدا قسم به هر یک دروغ حوصله داده نشه روسیه یگون وقت در تاریخ یگون کاری خوبی نکرده بود این نمیکنه با خدا قسم سال 70 80 سال پیش نبوبای ما رفتن جنگ کردن پیش روسیه حاضر با خدا قسم همین قبیلگی برابرش خیلی گپ نیست که گراجانی وجدک من چورکا چوربان چورنژوپا پنیخلی این گپش نمیای تحقیر جدو زدن جدو غم دادن جدو خطاب ما میگه که برادرو هر چه میتونه کدو بدیم کنه داره بسیار راههایی که ای روسیه برآمده به دولت‌های اروپایی برای سیاه بسیار راه ببرین حرکت نکنه روسیه هم هر چیز زودتر ببرین که بخدا قسم این روسیه آدم هم نیست آدمگری هم نمیخواد همه وقت میخواد که از خودش پست بینه آدم را نکی اولی نمیدونن که ایوا دیگه ملتی پست نیست خطاب هم که برادرو بر بگردین خب با وطن برگردین خب از این کشور ببرین به هر راه باشه ببرین که روسیه هم وضعیتش بزیبای نه دولت‌های این طرف ابوذر خبر رو میخونی که مردم تیاری دیدن عاقبتش با بزرگ میشود به هر راه برادر رو ببرین برین اما یا تکنون آدم تاریکستان میوی میخری آخه بله تشکر زیاد. شما چند وقت شد که مثلا از روسیه بیرون هستید؟ 1 سال میشه برادر ما از روسیه بیرون شدم 1 سال و در همین 1 سال شما بهبودی دیدین مثلا در همین تصمیمی که گرفتین از روسیه بیرون شدین روزی هست؟ بله ببخشید من فهمیدم سوالتا من همون یکم روزی که پام در خاک اروپا رسید برادر یوسف میدونه ما با خدا خدمت انسان حس کردم همین یکم روزی که پام در اروپا رسید من خدمت حس کردم که در حقیقت من انسان بسم من حقوق داشته بسم و انسان چیست در روسیه هر روز با خدا قسم از خانه تا مترو میبروی اینمی اگر 1000 دکمه داشته باشید دل در تپ تپ حاضر ملیسا میقپن حاضر میقپن با خدا ما امروز اولی که پام در اروپا رسید انسان بدن ما حس کردم بهبودی 100% دیدم 180 درصد زندگیم تغییر یافت بهترین تشکر زیاد. چیزی دیگر گفتنی دارین؟ نه برادر اگر اون سوال باشه من جواب نباشه من کامرا میکشم اونجا میستم که اگه چون روز درآمد ما میدونم ما وقتی کوتاه داریم دیگر نیم ساعت دیگر وقت است تقریبا ما 3 دقیقه گپ زدن میخوام 3 دقیقه بله برادر خیلی باشه ما خارج میشم تماشا میکنم خب تشکر زیاد برادر خدا نگهدارتون زنده باشین. برادر ریولوسیونر دیجا برادر علی در نوبت هستند و نوبت شما را حتما میرسه. مرحمت برادر علی. علی صدای ما را دارین؟ میکروفون شما خاموشه علی. خب این برادر نیست در علاقه. برادر منقطع عبدالله گپ زنم. مرحمت. نه سلام علیکم. زرفته تلفن بود نمیره. الو. خب برادر 1 مینوت صبور باش. همین برادر ریولوسیونر را وقت بتین ذره تلفنش خلاص میشید است. ذره تلفن بود 3% موندگی خرم خودم حرکت میکنم میفهم. خود یک برادر برامزان قبض است. من بسیار گپوشم دستگیری میکنم از روسیه برای اروپا روید این گپ یکم خیلی چی ندارد نمیدونم یک مسئولیت درست است لیکن به فکر من نادرست است اروپا روید نه تاجیکستان روید تاجیکستان رفتن دکور هر یک کس باید تاجیکستان برود اگر خویی که ملت بهترین ملت باشد در روی دنیا اگر خویی که دکازات کنی که تو فرزندای مسلمان فارسی پیشوای تو
رسول اکرم است، این موملی نه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلام است. تو باید تاجیکستان بروی. اگر در اینجا بگردی کو اونجا خوشروهای اونجا خوشروتر نام میدهد، اونجا خوشروتر مثل یک گوسپند چراگاه ده میگرده کو اونجا علف بسیار سبزتر همین کارو نکنین التماس. یگانه راه ما همین است که تاجیکستان برگردیم. روسیه یگان گرم بر ضد ما کی نداره، بر ضد ملت ما یگان خیلی دشمنی ندارد. اونها فهمانده شدن که شما باید بروین، اما شما گفته شدن که شما باید بروین، اون سگا باید نیست کنین. افسوس که روسیه خودش نمیتواند اون سگا نیست کرده. او سگا ما باید خودمون نیست کنیم. با یک کم وچید که مودا تلفن میکنه تبریک میکنن ما را، همون روبروی روسیه تلفن کرده تبریک میکنه که رحمت شما بکنم پیروز شدید توانستید، در حقیقت کارتون رو کرده توانستید میگوید. فهمیدید؟ یگان گرم روسیه دشمنی تاجیک نیست. православні ها یگان گرم دشمنی ملتی فارس ملتی مسلمان نیستن. ها یگان گرم یا خیلی هم حلقه تنبو میگن یوروپا خوشروهای بیا یوروپا برویم اونجا سومبو این گپا بس کن. این گپا من در یوروپا 10 میلیون دلار تیکو من نمیرم یوروپا اشتم و روسیه اشتم نمیرم 1 میلیون دلار ده. من تاجیکستان میرم یک نون قوق میخورم زتو تنجی میکنم زتو عدالت در روی آب میبرارم. حقیقتا گپ شما درست برای هست که عین حال این همی فردا مثلا در تاجیکستان مردم قیام نمیکنند از ضد رحمانو. از این مسئله ها در وزمینتر مسئله ناموس مردم بود قیام نکردن، ولی عین حال نفرای هست که امکانی تاجیکستان رفتن ندارن با مثلا با پرابلم های سیاسی یا اینکه دیگر پرابلم های هست که اجازت نمیده با اون نفرها تاجیکستان برن. این نفرها چی بود؟ نفرهایی که دعوت دارن رو با چهره اصلا دعوت دارن اونها را من التماس میکنم 10 بار التماس میکنم تاجیکستان نروید. شما همه رو دعوت کنین تاجیکستان روید. شما را ما بعد دعوت میکنیم، بعد از اون که ما پیروز شدیم دعوت میکنیم، بعد همون وقت یک جای مصلحت میکنیم. فهمیدید؟ اگر ما شما را پیشکی بریم کو لبوی سنایپر شما را میزند یکم اوچریس لبوی خروای کو شیطان شیر شیطان خورده کلان شدگی در گهوره او میگرن میزنن شما را. برای ما نمیخواهیم که شما روین. شما باید روین همون وقتی که همه جور تازه میشه. شما از بهترین کار کرده شدید که همه بیدار کرده شدید، همه را فهمونده شدید. این بهترین کار. التماس سراسیمه شده نروید تاجیکستان. یگان تاتون سراسیمه نشوید. آیسته مرحله به مرحله همه جا میشه. یک چند سوال از شما. شما اگر خطا نکنم زیاد وقت از در روسیه هستین، درست؟ 2003 اومدم راستی گپ با کمتر عذاب کشیدم و دالشی بولشی کرشی همسیفم جیغ زدن برای من مکتب روسی خوندگیم. همسیفم جیغ زدن خیلی زندگیم 100% بود ای سر تا آخر یگان گرم مصیبت دیدگی نیستم. 100%. شهروندی روسیه هم دارین البته؟ شهروندی روسیه من 2 بار پدر کردن از کس کردم 3 بار گرفتم کروچی آخر 3 بار گرفتم. من گفتم که شهروندی روسیه نه، این گفتم این شهروندی SSR گفتم که مرا تربیه کردگی است گفتم. با همین خاطر تیر من میگرم گفتم، با دیگر خاطر نمیگرم گفتم. لیکن SSR هم اشتباه داشت که بر ضد دین اسلام کمتر هم خیلی مفکوره های داشتن ها. لیکن نه حاضر چیزا گفتن که نه دین ده یگون کس شاقه نمیشه. کسی که دین ده شاقه میشد اتوماتیک که دشمن خداوند میشه. برای من اون گفتن که دین ده شاقه نمیشه. خیلی گرجانس گرفتم من 9 سال نه 7 سال زیادتر شد. شما از سال 2003 ببخشین در روسیه زندگی میکنین و عین حال شما همین خیلی مطمئن هستین که مثلا در سن پیرانسالی روسیه با شما مثلا یگون نفقه میتید؟ نه من این چیزا امیدوارم نیستم. من نمیخوام درجه نفقت یعنی رام کو من نفقه شای کو میگم که در یک جور بزنم و نفقت میگم
نفقه منم تاجیکستان ایتی ملت فارسم ملتی تمام دنیا دا ما 1150 سال باز دکازات کردم رسیم که ما تمام گیوگرافی دنیای کلندر دنیای و مدیسین دنیا رو ما دکازات کردیم. من چی نفقه ای تو این نفقه من باید ابو علی بن سینا باید بیتی است چون من نبیرای همونم این چیزا کمتر فهموندن لکن افسوس که من نمیتونم فهمونم. منظور من این است برادر که وقتی که یک نفر در یک جا کار میکنه او باید که حتما در دوران پیرانسالیش از جای نفقه بگیره. در دولت‌های البته این چیز درسته لیکن این آدم یکم چیز اشکامش فکر داره اشکامش اشکام سیر کنم این خیلی آدم یکم چیز همین چیز را فکر داره. من این چیز را فکر ندارم. من میخوام که من بکشم لیکن من پیروز شوم لیکن ملت دکازات کند که ما نبیرای سلمان همین چیز رو من میخوام. مثلا نفقه شما این چیز رو که من چه فهموش که حسین اشور یا که معمول نبود خوشروتر میفهمم. نفقه رو خوب من میته من چی باید شیطان یوری ده من انتظار نفقه باشم. منظور از نفقه گرفتن این نیست که شما محتاج کسی باشین. شما از همون اندازه‌ای که میسپرین کار میکنین انداز میسپرین از همون پول ختان شما میگیرین نفقه. ما باید بگیریم ما باید بگیریم قرار داشته باشین همچنین نظام باید باشه. من فهمیدم سوالای شما رو من بسیار شروع فهمیدم لیکن اینها پروسه ما رو استفاده برده استفاده‌اند. اما که من مارکت تلفونش زود داره یک 3% داشت تلفونش با یکونیم فایز داره دوشه یکونیم فایز وقتی ما خیلی کم است. تشکر زیاد آخر سخن میکردین شما تن ما آخر سخن من همین که ملت تاجیک обязательно доказать میکند که فرزندان سلمان فارس ما обязательно доказать میکند انشالله ما دیوار هستیم. ما شما در او دور زمان حیات هستیم و میبینیم به چشممون اما آرزو امیدهایی که داریم عملی میشوند. خب تشکر زیاد. ما قطعی عبدالله گپ زنم مرحمت. عبدالله ده هسته به؟ بله ته جواب میتی عبدالله یا نه؟ گپ زن میشنوم جاست. عبدالله تو از عقل قرضدار هستی یا عقل است تو؟ عبدالله میکروفون شو بفرما گوشت میکنم. فقط خواهش میکنم بدشنم به تحقیر نه بدشنم ردنوی یگون چی نمیکنم من تحقیرش نمیکنم. این تحقیر نیست. پس نباشه عبدالله جان عبدالله گوش که وقتی پیستا اومد بیا مونی پالیتیکاوی چیرایی جام سریوز آدمایی که شیر انسان خود بگن همون گپ زنن. ما گوش که ما آخران گپ زنم ابوذر بس یا منو بس سروسی میشه آخران گپم میرم من بس میکنم مبارزیه برای وای گفتم بس میکنم حسن که بس حسن جان سازی حسن جان صدام رفته استای. بله سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستیم ما گپ تا بزنیم بعد گپ میزنیم. گپ زنم که ابوذر صدام رفته استای. صدات هست بله. همین برادر هازی من چی گفتن؟ ما ترا گفتم که عقل از تو قرضی دار هستی و تو از عقل. همین سوال برای چی برادر جان؟ تشبیه با چیه برادر جان؟ خیلی فکر کده مثلا من میخوام که جوابش از تو گیرم. خیلی تشبیه در چیه عقل من چی؟ من خیلی عقلم در خودم در دیویژن خودم
مثال تو چی میبینی در من در عقل من در وی میفهمیدگی تو؟ خواهش میکنم اینجا جای بحث شما نیست. حرف تا بزن. یوسف تو گفتی که من چاپلوسی تا دکازت میکنم، مردی دکازت که من تو دکو ای دکازت که اخی نوبت اجازت باشه اگر روی برنامه ما را شما ریگو به چوپان است برنامه حرکت سیاسی گروه بشه اخد یک قوانین دارن، تصمیم دارن، رسمیت دارن. وقتی که اومدی غلطی کردی یا بردبار به حال درنگ طور دیوانات میگن میخندن. من حقیقت برادرانه صحبت یک سوال جواب یک بار عبارت نگی. اجازت باشه من دکازت میکنم. دکازت کنی مردی ای تو دکازت کنی که من مبارزی بس میکنم به نام الله. ما بس میکنم حوزی بدی گپ نیست 100% ما با گپاش ما راضیم. وقتی که صبر که برادر یوسف، اولش که این نفر در مبارزه نیست. خب برادر من قطعی می گپ زنم حرف اخته بزنم. الله مهربان همه شما داره و چی گفتن موجه مثل نیست قطعی گپ زدن. در باره گپ نزن. شما در روسیه هستین یا در تاجیکستان یا در اروپا، در کجایین؟ در روسیه هستم. این برادر این هست. برنامه برای شما است برادر عزیز. در این برنامه ما کوشش تلاش داریم که شما را از روسیه بیرون بکنیم. ما کوشش داریم که شما یک برین در تاجیکستان وطن خودتون آباد بکنین و اگر به شرطی که هیچ امکانیت نیست، یعنی یگان امکانیت نیست برای تاجیکستان برگشتنتون، پس دولت‌های دیگر در دنیا هست. چرا شما تا امروز در روسیه هستین؟ برادر سوالا میکنیم. صبر باش برادر. این قدر از مردم سوالا میکنیم، مسئله نفقه برآمدنشون، مسئله جایهای خوبشون، مسئله کار پیدا کردنشون، مسئله کار کردنشون، مسئله معاش گرفتنشون، مسئله این ناتنجی هایی که امروزها هست امکان داره که شما را هر ساعت بگیرن به جنگ ببرن. همه اینا رو ما صحبت میکنیم تنها به خاطر همین است که شما عبرت بگیرین و شما احساسی همو خطر بکنین و از روسیه بیرون بشین. بهترین برادر من لوچی هم برادر که حسین پرسه من زمانو که هم شخصیت اجده دارم و من میدونم که چیکار کنم. انشالله که اجده دارم فقط اینی میقدر. خب تشکر زیاد. آخر سخنتون بکنین. آخر سخنم چی گفتم؟ میره همون هرچی تیزتر زودتر خداوند نیست نابودش کنه و برادرها همو یک جوشه. تا وقتی که ما یک جو نمیشیم اولیبیا دا به دست نمیاریم. این همی جوانان دا گفتنیم که برادرها همی جوانان حیات شما سختگی های شما باید در قناتی برادران مبارز یک جوشه یک تنشه. انشالله که دیکتاتور ما نیست میکنیم. انشالله. تشکر. انشالله. پیش فقط یک بار دیگر اجازه اسکرین شات یعنی چی را میمونم تلگرامی برنامه غربت. اما از یک و یک شما خواهش میکنم هر متریال هایی که وابسته به همه عذاب مهاجرای تاجیک است یا پرابلم هایی که در تاجیکستان است خواهش میکنم در همین تلگرام روان بکنین و ما انشاءالله کوشش میکنیم که خدمت خودمون در خلق ملتمون برسونیم و همچنین کسایی که دعوا میکنن که ما میخوایم مبارزه ببریم اما ما آماده نیستیم که چهره‌مون رو آشکار بکنیم. مرحمت در این تلگرام ببروین صحبت میکنیم و ما برای شما کفالت به خطریتون میتونم که اگر شما با همون گفته‌های ما مثلا عمل کنین هیچ خلل در امنیت شما نمیشه و شما بهترین خدمت در راه مبارزه میکنین. خب تشکر زیاد برادر رو. اینجا برادر اکای زفر مرحمت کنید. سلام علیکم برادرو همه کسا. امی عبدالله برادر ما را دویم همجا غمش میتین. این باید که همه یک گپ داشته تاجیکستان با پیش میگوی همه را گفتی دیگه اگون دیگه اختا غم نتی. من اگر جای خیلی باشم نمیام دیگه همجا. در مسئله غربت روسیه برادر یک واکوم است. تاجیکستان روسیه هر دش یک نمود واکوم است. فقط
мардуми тоҷик ҳамун тавассути самолёт ай вақт меоянд ай вақт медроянд. бале пештар як каме шароито нисбати тоҷикистон фарқкунанда буд. мардуми мо як хичунат озодтар дар Россия ҳис мекарданд, аммо дар самти дониш, дар самти фақат барои кор саргардони ягон барномаи дига дар Россия наметавонӣ ки нақша бигирӣ ё ки ба анҷом расонӣ. дар масъалае ки бародар Раҷабалӣ гуфт Европа, бале агар ҳар касе ки мисли Раҷабалӣ мехоҳад сафар бикунад дар муддати кӯтоҳ биёяд ва ба чеҳраи ошкораш аз Европа муборизаро шурӯъ бикунад, беҳтарин мешавад. ба хотире ки 90% тамаддунҳои тамоми дунё аз замони ҳазрати пайғамбар аз калисо ва яҳудо тамоми тамаддунҳо тавассути ҳиҷрат дар мамлакатҳо пайдо шудагӣ аст. имрӯз мардуми мо мозгошон шуштагӣ. мо ҳозир бале дуруст ки бояд ки Россияро тарк бикунанд, Тоҷикистон бираванд. дар Тоҷикистон на маориф дорем, на як ҳизбҳои мухолифи сиёсӣ дорем ки бо во ҳамкорӣ бикунанд, сиёсата бифаҳманд, шо фарҳангшонро боло бибаранд. ягона роҳи имрӯз ҳар касе ки муборизае, агар касе ки мубориз нест, марҳамат Қазоқистон бирад Южный Корея уна даъват кардесан, он тарафа кор кунӣ биред. ҳар касе муборизае метавона биёяд дар Аврупо хича бисоза, бираванд дар ватан дар Тоҷикистон хизмат кунанд. дар масъалаи илму саводам пештар суҳбат кардем. бибинен мега ки асоси илм шинохти неъматҳост. шайтонам иблисам муқаррабтарин фариштаи даргоҳи илоҳӣ буд, ваъз мегуфт, аммо кибру ғурур нафаҳмиш айдарбор берунаш кард. имрӯз шарт нест ки ҳамаи миллат бояд басавод боша, олим боша, бояд биёяд мубориза боша. барои як ҳукумати 10 миллионаи мурад 200 нафар бачаҳои бахират басавод кифоя ки идора кунанд давлата, барои мардум хизмат кунанд ки алҳамдулиллоҳ мо ҳозир дар шаб рӯз дар ҳамин беруну агар мо метавонем 200 нафари пайдо бикунем ки бачаҳои баномусу бананг бошанд ки 10 миллион миллати моро хизмат бикунанд, зиндагиша дуруст кунанд. ҳамаи миллат вазифахон нест. аз ҷумлаи мо ки ҷонумон дар хатар омадем, дар ғарибием, мо ҳам даъвои вазифа надорем, фақат ба хотири миллат биромадем. миллати мо ма битонам ки ранги як ҳамсоям зиндагӣ кунам, ҳамсоям битона ки мисли ма зиндагӣ кунад, барои мо кифояст. ҳастанд бародарое ки дониш доранд, илм доранд, метавонанд ки мардума хизматшона бикунанд. бояд ки мо натарсем ки мо бесаводем. ина бародар Абузар собиқ вазири маориф, боргоҳе ки касби пайғамбари исломай, муаллим касабаи пайғамбарай, намедона ки ин калимаи тоҷикӣ ба русӣ чӣ мешавад. бояд ки дар вазорати маориф як шахсе боша ки ҳадиақал 3 забони байналмилалиро бидона, ё ки як кумитаи алоқа. бале акай Зафар, агар ба ёд дошта бошен, ҳамин навор, мутаассифона ҳозир ин наворе ки ман мондам, дар аввалаш ӯ гап набуд. вақте ки ҳами Нурдин Саида дар ҳами толор масалан гапш метиҳанд, мега ки бубахшед, ман ба забони тоҷикӣ суҳбат карда наметавонам, аз ҳамин ҳисоб ман ба забони русӣ гап мезанам. ва забони русӣ шаки диден чӣ хел аст? бале бале вазир дар Тоҷикистон, унам вазири маориф, мега ки ман ба забони тоҷикӣ ҳарф зада наметавонам. ин чӣ миллате? забони тоҷикӣ надона, русия надона, чӣ миллате дия? ма ҳамин ҷа бародар Абузар бо виқор гуфта метавонам ки ҳар касе ки рӯзпарастай хуни тоҷикӣ надорад, номардае. урусҳо дар 1937 15,000 донишмандои миллати тоҷика қатли он карданд, китобҳои моро сӯзонданд. баъди ӯ 200,000 дига мона дар ҷанги дуюми ҷаҳон
بردن 200,000 نصف شد از دنیا گذشت. قهرمانای ملت ما را بردن بدرقه کردن، رستریل دادن، پروندن. 70 سال دیگه گرچنده که زندگی زمان شوروی بهتر ایهازی که رحمانوف ساختگی برای مردم 100 مراتب بهتر و خوبتر بود، اما این روس دشمن ما است، بود و میمونه. هیچ وقت ما باید که مردم روس برای خودمون نزدیک نکنیم. یا یگان مایده با ما نزدیکی ندارن. این نمیدونم یا وابشه ملت دیگه فکرش باریک سرش زرد، ما این ملت خونی ما خونی یا نیست. با همین خاطر ما باید که ایا بکنیم. ای بچه گروزیا 3.5 میلیون داره، نزدیکتر ایموهای روسیه را پرزنامت نمیکنه، ارمنیا همون چنون، اوکراین را بینن 2 برابر نفوذ اولش کمای در سرحد روسیه قرار داره. غیرت چون ببینن که مسلمان نیستن، نه به خاطر آزادیشون زد خود نزدن، خستن در برابر روسیه. 3 ساله که ایستاد چیدگیان، هزارها نفرشون ای بین رفت، زنهاشون کودکاشون برای ملتش خدمت کرده. میتونستن همین رنگ شما غلام باشن، بگن که خب ایما دا به یورا نزدیکترن که یک دین دن، قریب که به یک زبان حرف میزنن. ما و شما فرهنگ ما کلا دیگر چیزه. ما تا زمانی که روسیه نکنیم، ما تا زمانی که مبارزه نبریم 201 دیویزیا را نظامی روسیه را از تاجیکستان بیرون نکنیم، فقط بیا مثل مهمان بیاین تاجیکستان سر گشت کنن، پول مصرف کنن، روبل مصرف کنن، در تاجیکستان بگردن برون، تمام. نباید که اون روز در تاجیکستان حرف داشته باشه. اون روز در تاجیکستان حرف اول داره. امروز به تیر قطع ماشین تاجیک همه جقه، تاجیک غلام طبیعت میگه که خداوند رحمی ترا خورد که ترا خطا نجقید. یگان کس واکنش نمیکنه. نمیدونیم ببروین در بالا به تیر بکشین، روس حرام یا الکش ببرین در بیرون نکزد که در وطن اختون بالای ماشیناتون قدیمه بروی حرف زدن نمیتونید. سلامت باشی ابوذر برادر، وقتی شما را من زیاد نگیرم. تشکر زیاد، زنده باشین. اینجا اکی مبارز موندگی است، بعدا صحبت با برادر شروع میاد. مرحمت برادر مبارز، فقط خواهش میکنم کوتاه که وقتی ما خیلی کم است. صبر کنین، میکروفون شما خاموش است. بفرمایید. سلام علیکم برادر و همه تماشابینان و به همه حاضرین. سلام و رحمت الله. من درباره برنامه امروزه گفتنه که همین با تمام مهاجرا ما پیشم همین خانم گفته من حاضرم هر چه زودتر هر کسی که میتواند به تاجیکستان برگشتن برگردد. کسی نمیتواند سرحدهای مثال اوکراین هر کجایی که هست مثال به طرف اروپا بیاید و مثال روان باید مبارزه و همه مهاجران روان به تاجیکستان برای آنکه یک دولت دموکراتی، یک دولت آزاد سازیم که همه خلق همه مثال برابر حقوق باشد. مثال یک سخنش، یک دعواش، یک سخنش گفتن تواند. حاضر از زمان مثال این حکومتدارا، مثال من این حکومتدارم نگم، یک گروه اوباش که مثال حکومت غصب کردگی اینا به قانون این چیز نیست. هر قانونی که هست برای مثال برای خلق کمبغل، برای نه یوان قانون نیست. با مثال درباره من وزیرای جزیره که مثال سخن گفتم، مثال هم نوارش هم دیدیم، اینا یا بعد یک شرمندگیش که آخه زمان شوروی بخوندم، زمانی که مثال زبان روسی یکم بود، زبان دولتی همه دولت های 15 رسپولیکا بود. مثال نه به زبان روسی گفت زدن تونه، نه به زبان تاجیکی. همه خیلی بی دانشا، بی فرهنگا، بی مدنیتا مثال رهبر شدن که ما امروز به این درجه، به این خواری، به این پست زدیم. درست. مراجعه در مهاجرا که برگردم. مثلا من خودم 22 سال در روسیه کار کردم، از زندگی کم آباد کرده باشم که آخران دیدم که وضعیت روسیه
با خیر مهاجران نیست. در حال حاضر با خیر مهاجران نیست و در آینده هم نمی شود به خیر مهاجران. خب شما 22 سال در روسیه کار کردین، چیزی به دست آوردین؟ اگر زندگی رو تامین میکردم سال یعنی تنها تامین یعنی روزگار همه تامینات زندگی بود، تمام دیگه نمیشد. اون طرف یک چیز گیرم مونم یک کار کنم نیست نبود و نمیخواستم. روسا میخواهند که ما فقط راهرو باشیم، استرویکا به کار کنیم. همون استرویکا من اول سالایی که اول آمده بودم مثال فقط رفتن تازه کردن من همه چیزا بموندن نمیموندن، حتی که مثال یک استاگی من این چیزا نمیموندن، نزدیک شدم. بعد آسته که گم شدن گرفتن، بعد آسته ما با اون کارهای وای رسیدیم. یا خلق مثال یا خلق بخیل که نمیخواهد که من تو در همون کارهای پیشرفته دست زنیم یا مثال چیز شویم. درست. تشکر زیاد. بخشش باشد که خیلی وقتی کوتاه داریم، از همه لحاظ دیگر آخر سخن بکنین. همه آخر سخن من همه که مهاجرای عزیز، روسیه به خیر شما نیست. هر چیز زودتر میتونید، کسی که به تاجیکستان رفته میتونه به تاجیکستان رود. های مشکلات سیاسی دارا به طرف اروپا بیان. انا دیگه چه دیگه همه مراجعه همه که زودتر همون ظلم و همون پلیسای روسیه خلاص شویتون و تاجیکستان برگردیتون که این حکومت دیکتاتوری دست نشانده روسیه سرنگون کنیم و یک دولت پیشرفته کنیم که به این دیگر خیلی مهاجرت نشویم. تشکر زیاد برادر عزیز. برادر اشرف مرحمت، خوش آمدین به برنامه ما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به حاضرین گرامی و شنوندگان محترم، کسانی که ما را از پشت شبکه اجتماعی از طریق فیسبوک و یا که یوتیوب میبینن، البته در مسئله غربت اگر ما صحبت کنیم، فکر میکنم ساعتها اگر صحبت کنیم این مشکلاتی که جامعه ما داره کم است و مشکلاتی که ما در داخل داریم اون یک طرف و در خارج از کشور داریم این دیگر طرف. پیش از اینکه من صحبت شروع کنم، همین برادر عبدالله را ما یک چند سوالی کردنی هستم اگر امکانیت باشد. خب اکای عبدالله میشنوی صدای مرا؟ صدایت نیست. الله بای حسن جان رفته 3 سال دوم. بله نو صدا اومد. شما من راستی میبینیم در تمام برنامه های مخالفین شما اشتراک میکنید. آزادی همین نود آزی به چی دی؟ نه تغری های کجا شد؟ خب ما یک چیز گفتنی هستم برادرای گرامی و برادرای قند. مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی باشه و یا از لحاظ فرهنگی باشه و یا از لحاظ دینی باشه و در داخل کشور، خواهیم برادر آمد میشنوی صدای من؟ بخشش تلفن ای دستم رفتک و شید حسن جان سازی خوبی. الحمدلله. آفرین. یک چند سوال میکنم. خوب شده است. برادر عبدالله سین سالت شاید از ما کلانتر باشه. ما احترام شما را داریم با وجودی که طرفداری از هر کسی که میکنید. شما همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان حقی ما مطابق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گپ میزنیم. شما به حیث یک شهروند جمهوری تاجیکستان حق انتخاب طرفداری از حکومت
و یا که از حزب دارید. این را که میدونید. خب این حق شما هست و تحقیر کردن شما اصلا غیر منطقی است که یک انسان شما را تحقیر میکنه. اما شما خودتون بشینین یک روز فکر کنین که آیا ما چرا این کار میکنم. من شما را یک چند سوال میکنم. سوال اول ما این است که شما اکثری وقت در همین برنامه های مخالفین، خاصتا در این برنامه و یا که نمیدونم در صدای مردم که شاید ندیده باشم و دیگر برنامه های مخالفین در اشتراک میکنید. همین مشکلی شما در همین برنامه ها چی است؟ مشکلی من؟ بله. مشکلی من همه مخالفا را، مبارزا را با تاجیکستان بردن، زندگی خوب کردن، دست درازی کردن، صلح باشه، صفا باشه، دوستی باشه. حسن جان، من به خدا شما احترام میکنم. حسن، ما آیا سرزمینیم. حسن گوش که مرا، ما آیا سرزمینیم. ای بچه، من لوبای تتب میبینم، مهم نیست وای اکای زفر یا شمایم شایسته و سزاوار این سرزمینه. من شماید. اکای عبدالله، من هم سوال کردم، کوتاه جواب بده دیگه تمام. شما گفتین که ما میخواهیم که شما بر بگردین مبارزین به تاجیکستان. ای جان بگردمه. زور زور. ببینید، آیا شما به همین قانون هایی که امروز حکومت بالای مردم تحمیل میکند، آیا شما به همین قانون ها آماده هستین؟ مثل روزیم من سوال کردم که آیا شما به همین قانون هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان نامحترم امام علی رحمانوف بالای همین ملت تحمیل کرده است و یا که تطبیق کرده است، آیا شما به همین قانون ها راضی هستید؟ اول شما فهمونید که شما اثبات کنید که چی کرده است وای. شما منو اثبات کنید که دکزد. شما اثبات نداره همه. یگان تا اثبات که چیکار کرد. من جواب تیم. تمام، بسیار خوب. اینا حاجی میرزا همین روز جوابی هممون داد. بس همین حاجی میرزا 50 میلیون فارس زبان تماشا میکنه. یک دقیقه صبر کنی بچه. بس نصیحتی هوای بس هممون ده. حسن جان با خدای ما قطعی شما صحبت کردن اصلا گپ زنی. برادر از شما خواهش میکنیم که برین. خب میایم بالای موضوع خودمان. مسئله حکومت جمهوری تاجیکستان به همه ما و شما معلوم است. دیگر لازم نیست برای اینها حدیث بخونیم، آیت بخونیم، شعر و ترانه بخونیم و یا که گفته چی بخیزیم در اینجا رقص کنیم. الکی همتون معلوم است که چی گپی و چی حادثه ها و چی رویدادها در تاجیکستان ما امروز رخ میدهد. و این همه چیز معلوم است. و مثل که آفتاب بدو انگشت پوشاندن این غیر امکان است. امروز هر کسی که این حادثه ها را میبیند بعد چشم خودش و یا که از طریق شبکه‌های اجتماعی میبیند، دیگه اونها یا که چشمشون پرده گرفتگی است و یا که با مثل که پروردگار در گوشای اونها پرده گذاشته است که اونها ده حق را نمیشنوند. این مسئله را یک طرف میمونه. مشکلات جامعه تاجیکستان از لحاظ فرهنگ، از لحاظ دین و از لحاظ تجارت و از لحاظ اقتصاد و از لحاظ مهاجرت، از هم لحاظهای گفته انسانی و یا که مجتمع خودمان مشکلاتی دارد و ما ندیدیم که یگان حتی این که همین حکومت خودکامه دیکتاتوری رحمانوف یک چی کند، مشکلات همین جامعه را حل کند. ما که دیگه تکرار نمیکنیم به این که در
یک جا سیل رفته که خانه ها رو چپه کردن، حکومت کمک نکرد و یا که تعلیم تربیه را خوب نکرد، بالا نبرد، یا که یگان متخصصی نداریم در مدت 30 سال یک انسانی مثلا نابغه ببرویه و یا که یک انسانی که مکتشف ببرویه که یگان چیز کشف کرده باشه و یا که یگان مخترع ببرویه که یگان چیز اختراع کرده باشه، این چیزها را ما ندیدیم و از این حکومت هم دیگه توقع دیگه این مردم امیدی ندارد. از حکومت رحمانوف ما فقط یک چیز دیدیم که چی نمود بتونه که همین بالای مردم ظلمش تحمیل کنه. این هم که میریم به هر حال داخلی را یک طرف میگذاریم، میایم سر خارجه، مشکلات جامعه تاجیکستان در خارجی از کشور. آیا حکومت رحمانوف به حیث یک سفیر تاجیکستان آیا از شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور آیا حمایت میکند و یا که نمیکند؟ برای همه شما معلوم است این سوال علامت است، جمله سوالیه است که آیا حکومت رحمانوف برای شهروندان کسانی که خارج از کشور زندگی میکنند با کدام مشکلات دچار شدگی باشند، آیا از طرف حکومت و یا که یگان سفارت و یا که نمیدونم نماینده سفارت یگان کمکی نه تنها مالی حتی پندهی با یا چی بگیم یا که راهنمایی کردگی است؟ البته ما و شما در جواب میگیم که نه. میبینیم که امروز در خارج از کشور به نام بلاگر زیاد هستند. بله زیاد هستند و این را فراموش نکنه که اکثر بلاگرها یا که همین بلاگرها بگیم و یا که بزلاگرها بگیریم، اصلا اینها را شما خوب اهمیت بدین که ما و شما مسلمان هستیم و ما وقتی که برای ما آیت قرآن و یا که حدیث می آید با ما و شما دیگه سخنی دوم گفته نمیتونیم، چون که مسلمان در مقابل آیت و حدیث تسلیم است و این چیز ما ایمان داریم. و امروز همین بلاگرایی که به نام هر کسی باشد، من که نام نمیگیرم، هر کسی که باشد به نام بلاگر در روسیه کار و فعالیت خودشون میکنن، درست است که کمک به ملت میکنن، اما این مسئولیت اینها نیست. همین کمک کردن همین شهروندای جمهوری تاجیکستان از طرف امروز به نام بلاگرها، اما پشت این بلاگرها را بکوی اینها بلاگرها نه بلکه اینها بزلاگرها هستند. اینها همش حمایتی خود حکومت رحمانوف میکنن. چرا؟ به خاطر که حکومت رحمانوف مسئول است که هر مشکلات جامعه را در خارج کشور و یا که مشکلات هر یک شهروند خارج از کشور باید دنبال شود و حل مشکلات ببینه. از نمیدونم از کودکی 5 ساله سرکردگی و یا که تا همون دخترکی که تجاوز شد و یا که کشته شد از اون شروع کرده، همون کودکی نه از اون خورتر. شما بفیرم به یاد داشته باشین که در پلیس خانه یا که در عدل همون روسیه یک کودک از دنیا گذشت. از کودک گهواره بله عمرعلی 5 ماهه. بله عمرعلی 5 ماهه. تصور کنین که از کودک گهواره شروع با آخران ریش سفید شهروندمان در تاجیکستان نوابسته از مرد و زن فرق نداره. عمرعلی 5 ماهه پسر بود و اون دختره که تجاوز شد دختر بود. هویدا پسر بله هویدا. از اون شروع بود تا به آخران کسی که ریش سفید داره
تحقیر می شود. آیا دیدین که یگان بار همین حکومت رحمانوف و یا که ما که نمیگیم خودی رحمانوف بیایه، ما از اون گفته از اون یگان کس توقعی نداره، او اگر بیایه فقط به خاطر کار و بار خودش میایه و برمیگرده میروه. ما از همین نماینده های تاجیکستان مقصد نظر کنیم آیا کسیش دنبال حل همین مشکلات شد؟ مشکلات هویدا را کسی حل کرد؟ مشکلات عمر پنماها را کسی حل کرد؟ ده ها مشکلات دیگه ما امروز داریم یگان بار حل کرد؟ دیدن که نمیکنن. شما ای مردمی مهاجر، ما خودم شهروندی تاجیکستان هستم و من در همون روسیه بدم. بله، و همتون کسانی که امروز در روسیه هستین و یا که خارج از روسیه هستین در دیگر کشورهای به مثل قزاقستان و یا که بلاروسیه و هر کشورهایی که خارج از کشور هستن کار و فعالیت میکنین و یا که دنبال یک لقمه هستین، خودتون میبینین که همون جهد و کوششی که شما میکنین فقط خودتون میکنین، دیگه کسا نمیکنن. و هر کاری کده باشین از تلاش های خودتونه، از طرف حکومت نیست. و هر مشکلاتی که پیش آمدگی است یا در سفارت باشد و یا که در داخل کشور باشد مراجعت کده باشین آیا یگان کارتون بدون مبلغ حل شده است؟ نه، البته جواب شما 100% نه است. اگر یگان کسی که بگه که بله ما کاری ما حل شدگی است، البته درسته که یک انسان میگه که حل شدگی است، لیکن شاید توسط یگان رفیقش و یا که توسط یگان کارمندی که خیش تبارش است و یا که بگه که جیان کارش بود که همین خیلی است. و اگر نه در داخل کشور و یا که در خارج کشور تمام مشکلات ما با طریق پول زیر این همین امضاهای خوبسا حل می شود. و اگر نه ما مفت کار ما را کسی حل نمیکنه. چی گفتنیم؟ مشکلاتی که امروز ما داریم در روسیه دیگه به فکرم برای هر یک انسان عاقل کفایت میکنه. ما و شما یا که منطقه ما عوض میکنیم و یا که بر میگردیم به وطن. اگر به وطن برگشتی بله، اگر مردی البته در همون شهر در همون کشور دی و یا که در پیش خیش تبارت میبرن دفنت میکنن در همون منطقه ای که زندگی میکنی. و اگر زنده موندی به فکرم پروردگار کریم در قرآن صراحتاً فرمودگی است که ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم. الله میگه که شما در دور پیش مردم از گشنگی را فرزنداشون میکشتند. پروردگار میگه که ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، شما فرزندانتون از گرسنگی و یا که ما در هیچ کار نمیکنیم یا که ابورتش که و یا که مقصد به یک راه میکشنش، پروردگار میگه که شما فرزندانتون رو نکشید. میگه نحن نرزقهم و ایاکم، اونها را ما رزق میدیم. ایرا فراموش نکنید که شما را ما رزق میدیم. شما را کسی دیگر رزق نمیدید. با وجودی که کار میکنید اون رزق ازلی در نامه اعمال ما و شما نوشته است. برای همین در تاجیکستان اگر باشید به یک لقمه نان زندگیتون هم میگذرد، اما تحقیر نمیشین به مثل که امروز ملت ما در روسیه تحقیر میشود. تصور که سطردار تحقیر میشود، بی سطر تحقیر میشود، ریشدار تحقیر میشود، بی ریش تحقیر میشود، دکومندار تحقیر میشود، بی دکومنت تحقیر میشود.
کودک تحقیر می شود، کلانسال تحقیر می شود، پاسپوردار تحقیر می شود، بی پاسپورت تحقیر می شود، دکومنتدار تحقیر می شود، بی دکومنت تحقیر می شود. تمام اینها را ما تحمل میکنیم برای که یک لقمه نان پیدا کنیم. والا این کار ما خطا است. شما اگر جاتون عوض کنید شاید پروردگار رزق شما را در دیگر جا بهتر بتیه. خلاصه من چی گفتنیم؟ غربت واقعا سخت است. ما در اروپا زندگی میکنیم. کسانی که در اروپا زندگی میکنن بله زندگی خوب است، زندگی بهتر از روسیه هست. یک انسانی که در اروپا زندگی میکنه البته زندگی بهتر احساس میکنه. چی بسا برسه که یک انسانی که در اینجا چندین سالها زندگی کرده باشد به هر چی میگن مقصد و مرادی که دارد میرسد. البته چون که این شرایط ها را برای انسان مهیا میکنه و اینها یک انسان وقتی که قبول میکنن و یا که در یکان جایی که شما کار میکنید، نه اینکه ما بگیم که شما سیاست به حساب سیاسی میایین، هم به مثل عادی به مثل مهاجر میایین کار میکنین، غیر از اینکه این مخالفین ویدیوها میکنن صدها دیگه بلاگرهای هستن که از اروپا طرز زندگی را نشان دادگی به شما. البته بهتره. من خودم در روسیه کار میکردم، فرقیت ایجا و اوجا بین زمین و آسمان است. در اوجا ما همچون غلام بدیم، در اینجا همچون انسان هستیم. در اینجا انسان در جای کار میکنه همچون یک انسان کار میکنه، در روسیه هر کسی که کار میکنه همچون یک غلام کار میکنه. این را فراموش نکنید. و اون دکومنت هایی که شما دارید اونا دکومنت های غلامی است. این را قبول کنید. سخت و نرسه. برای که شما همچون به حیث یک شهروند خارجی اگر شما قدر می داشتین و یا که شهروندای تاجیکستان قدر می داشتن، با وجود این قدر زحمت هایی که اینها میکشن و این قدری که تحقیرهای اینها میکشن، اینها باید اعتراف کنن که این کاغذها و یا که دکومنت هایی که ما میگیریم اینها به حیث یک غلامی است که ما غلامی رسمییم. بله، چون که بعد از رفتن شما از اینجا به تاجیکستان برای شما اون پتنت شما یگان به درد نمیخوره و یگان فایده هم ندارد. این را شما تصدیق کنین و اعتراف کنید. برای همین کسانی که امکانیت دارن که امروز مشکلات جامعه روسیه را برای شهروندای تاجیکستان دیده‌سن، بگذار یک ماه دو ماه پدر و مادر پول روان نکن. همون پولی که روان میکنی جمع که سفر که به یک کشور بهتر، زندگی بهتر میشود. برای ترا، برای هر یک انسانی که روسیه آمدگی در یکان جا قانون اسلام آمدگی نیست که تو باید پدر و مادر را بخورانی. فهمیدی؟ اگر شما را پدر و مادر احساس کنن که شما به کدام اندازه تحقیر میشین، پدر و مادر میگن که بچه‌م بیاد نمی بری ما این همیجا اگر مردیم همه کسا میبریم، اگر که زنده موندیم هممون زنده میمونیم. لیکن این تحقیری که فرزندش ببینن هیچ مادر و هیچ پدر تحمل نمیکنه. برای همین درسته که ما نمیگیم که عموما روان نکنید، روان کنید به همون قدر امکانیتتون، اما یک پسنداز بگذارید و شما موقعتون را عوض کنید، به یک جای بهتر برید. میایید در کشورهای اروپایی به حیث یک انسان کار میکنید، به حیث یک حیوان کار نمیکنید. به حیث یک انسان مزد میگیرید، محنت میکنید و مزد میگیرید. بسیار کسا در اینجا کار کردیستن. من انسانهایی را میشناسم که در یگان مخالف نیستن، اما
صاحبی خانه شدن و صاحبی زن و فرزند شدن. از پول همین اروپا چیکار کردن؟ آمدن همینجا زحمت کشیدن، یک 2-3 هزار دلار که رسخود کردن برای آمدنشون، در اینجا 2-3 هزار دلار اصلا پول نیست، در یک ماه پیداش میکنی، لیکن آهسته آهسته بهتر میشود. خلاصه من همین قدر گفتنی هستم که موقعیتون عوض کنید، تحقیر را تحمل نکنید. این تحقیر شما، تحملگری شما رزق شما را زیاد نمیکند و رزق شما در روسیه نوشته نیست و پروردگار رزق شما را در هر کجایی که باشید میرساند، چون که این ازلی است. عوض کنید جاتون و برای شما پروردگار رزق شما به هر راهی که باشد، از دست مسلمان باشد و یا که از دست غیر مسلمان باشد، خلاصه اون رزقی که در نامه اعمال شما و یا که در پیش از اینکه تولد شین به دنیا بیاین نوشته است، به شما میرساند پروردگار. برای همین سخن دراز نمیکنم. برادر ابوذر فکر میکنم که وقتم نوقت شدگی است. بله وقت مرم واقعا ساعت معین شدش که زموندیم. خلاصه ما فکر میکنیم شما هم مصروفی با دیگر فعالیت ها هستین. من راستی خواستم که بر وقت بیام، اما متاسفانه موقع پیدا نشد. وقتی که وقت معین شد که برادرم در دیگه جا بود، من گفتم خیلی انشالله اگر امکانیت باشد ما صحبت میکنیم، اگر امکان نباشد لطف کردین. تشکر زیاد برای همه کسانی که ما را از این شبکه دیدن و گوش کردن. خدا کنه که فهمیده باشین ما دیگه مسئله حجاب، مسئله چی قرآن دادن، درس دادن و یا که سطر و یا که ریش و یا که مسجد، اینها دیگه تکرار به تکرار باور کنین که همینها از یاد شدگیه، از یاد شدگیه. لوبای کس میدراید حجاب ایتر کردن، حجاب اوتر کردن، قرآن ایتر کردن، مسجد ایتر کردن، همین تکرار شد دیگه. ما فهمیدیم که این حکومت نه شهروند گوش میکند و نه قانون تا گوش میکند، هر چیزی که خودش خواست همون را تطبیق میکند. برای همین تکرار همین ها چی میگن، معلوم است که تکرار کردن اینها و یا که همین کسایی که فقط از برای همین مشکلات جامعه تکرار به تکرار گام میزنن، در حالی که یگون نتیجه نداد، در غیر از با وجود همین تکرار کردن ما دیدیم که علمایی که معتبر بودن و یا که احترام خاص داشتن، اما به همون احترام خودشون پایدار نایستادن، اما امروز شاید که احترامشون پایانتر بردگی هستن. با وجودی که البته احترامشون بازم هست، ما یک گفته چی مهلت و یا که فرصت میدیم و چون که ما مخلوقیم، خالقی که بزرگ است اون توبه را همیشه دروازش قبول است و ما هم یک مخلوق هستیم و ما هم اشتباه میکنیم. و این کسانی که امروز با وجودی که همه چیز میدونن، اما نه تنها این که خاموش بودنشون بهتر بود، بلکه دندان نشان دادنشون و یا که طرفداری از یک انسانی که واقعا همه شما میدونین که این یک انسانی طاغوت است. طاغوت اصلا ما که دور نمیرم، یک کرات که میگیریم طاغوت همین خواهد میگم که سرکش میگن. تمام طاغوت پروردگار همین فرعون به هر گناهی کرد مهلت داد. وقتی که دعوای ربوبیت کرد، پروردگار نقشش کشید و موسی را گفت که برا که با جانش که انه طغا معناش که از حد گذشت، یعنی که یک حتی امروز مرزها به خودشون حدود دارن، مرزها به خودشون همون گرانیتسا دارن. وقتی که از گرانیتسا که پاتا که گذاشتی در دیگه کشور میگیرد و تو همچون یا که مجرم باشی و یا که
و یا که مظلوم باشی خلاصه زیر تسلط همون دولت میمونی. یعنی که تو از یک حد، از یک کشور به یک کشور حدود گذشتی، یعنی که همون خط قرمز گذشتی و تو دستگیر شدی. برای همین پروردگار فرعون زمانی که به هر چیزی که دست زد مهلت داد که فهمید که موسی میآید و یا که کد انسان میآید که حکومت ما از بین میبرد، چی گناهایی نکرد، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. این آیات ها دیگه همین گفتگی هستند. خلاصه به درجه ای که آمد گفت که من ربکم شد، دیگه از همون خط قرمز که گذشت پروردگار گفت که برای اون تغا، معناش که از همون گرانیت سرخ گذشت. دیگه این دیگه اصلش حقوقی او نبود، اصلش حقوقی ما بود، اما پای در حقوقی، در گلم حقوقی ما گذاشت. برای همین برنامه کشید. خلاصه چی میگم؟ همین کسانی که امروز طرفداری از رحمانوف میکنن، باور کنین با وجودی که پیشواش میگین، پسواش میگین، پدری میلتش میگین، مادری میلتش میگین، مامای میلتش میگین، هر چیزی که میگین، شما خودتون ملاها، کسانی که طالب علم هستین و یا که چنان دارد ملا هستین، داملا هستین، هر کسی باشین، از اسلام ذره اگر امین خبر داشته باشین، بفهمین که فرعون عین شکل کرد، امین قانون ها را بالای ملتش تطبیق کرد و امروز همین رحمانوف همین قانون ها را علاکه تطبیق کرده است. برای همین توبه پروردگار همیشه دروازش باز است. بر بگردین به سوی پروردگار یک بار دیگه و چی میگن تجدید نظرتون کنین و بشینین پیش خودتون فکر کنین که این عمر ما و شما کوتاه است، اما پیش پروردگار آمدنی هستین و در اوجا دیگه در اوجا ملامت و مثل که شیطان میگه که فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شما مرا ملامت نکنید، نفس خودتون ملامت کنید. شما از حق گفتن ترسیدید، از قیامت در نظرتون آمدن ترسیدید و یا که از آتش و یا که بهشت شما در پیش چشمتون ناومد، فقط شما همون ترسی که برای شما وعده کردن از او ترسیدید. سوره و سماء ذات البروج شما برای مطالعات کنید که اون طفلی که به مادرش گفت که یا امه لا تخافی انک علی الحق، ای مادر جانم نترس، در راه حق هستی. برای سوره سماء ذات البروج مراجعات کنید، تفسیرش ببینید و شاید شما از همین سخناتون بر بگردید. خلاصه الله مهربان همه ما و شما را برای راست مستقیم هدایت کند و کسانی که در کشورهای روسیه هستین بازم یک بار دیگه برای شما خاطر رسان میکنیم که این مشکلات، این چی میگن تحقیرها را بس دیگه تحمل کردن. شما در سینه میزنید، نمیدونم یا تجی گفته گرجوس میگین، اما مشکلاتی که امروز ما میبینیم ما فکر نمیکنیم تجیک گرجوس بگه و این چیز تحمل کند. به هر حال جزاک الله خیر برادر ابوذر که ما را فرصت دادین که قطعی برادران صحبت کردیم. خدا شما را جزای خیر عطا کنه. سلامت باشین. ما تو خارج میشم. باشه، تشکر زیاد درمونی الله باشین. خداحافظ. خداحافظ. خب عزیزان، زیاده از 3 ساعت است که در خدمت شما هستیم و دیگر برنامه را به آخر میرسونیم. در آخر یک بار دیگر به شما تکرارن هم که باشه میگم که به جان عزیز خودتون رحم بکنین و از همین روسیه دست بکشین. برای به وطن خودتون در تاجیکستان شما را پدر و مادر، زن و فرزند، وطن منتظر است و شما حق قانونی دارین که در تاجیکستان از حکومت تاجیکستان
جای کار طلب بکنین و هیچ جنایتی هم نیست. شما برین در تاجیکستان، از حکومت تاجیکستان جای کار طلب بکنین، بگین که برای ما جای کار تامین بکن. 30 سال است ما در مهاجرت مهنتی هستیم، 30 سال ما کار کردیم و از شما چیزی طلب نکردیم و شما 30 سال از سر قدرت هستین. 30 سال کفایه یک طرف، 3 عمر کفایه است که شما باید که برای ما جایهای کاری تامین میکردیم. یعنی همون 10 سال اولش کفایه بود که دیگر تاجیکستان اینها باید آباد میکردن و جایهای کاری در تاجیکستان تامین میشید و مردم تاجیکستان در تاجیکستان خودمان کار میکردن. اینجا یک برادر به نام عمر، امی برادر یک چند دفعه در اومد اما متاسفانه دیگر در وقت صحبت های مردم شد. برادر عمر مختصرا خواهش میکنم صحبتاتون بکنیم بعدا و رحمت الله. اکای حسن، اکای ابوذر، برای جای کار اگر این رژیم تو دفع نشوه نروه، مردم حقیقت طلب کردن نمیتونه. اگر که طلب کنه یا زندانی میشن یا قتل میشون یا وطن. مطمئن باشین که برای طلب جای کار در تاجیکستان حالا هیچ نفر زندانی کردگی نیستن و هیچ نفر هم حق زندانی کردن ندارن. یگان دولت دنیا و یا این چیز اجازت نمیده که این کارا بکنن. در تاجیکستان میکنن این کارو را. ما فهمیدم نگده برای که هر یک مثلا ابیش یک مهاجر یا درسته دم فکرش گپ زنه خیلی میبرنش گفت یوگا پو چیم شکارو میکنن یا میترسونش یا تهمتش میکنن به هم میگیرن نیستش میکنن. یک چیز میگم برادر عمر، ببینین بابا برادر ابوذر بسیار خوب قید کرد که یک انسانی که شهروند هر کشوری باشد با وجودی که اگر هیچ کار نکند باید حکومت برای او حتی اینکه کار برای او تأمین نمیکند باید یک مقدار پول جدا کند که اون از گرسنگی نمرد. بله این قانون هر یک کشوری چی هستک؟ دولت های دموکراتی هستند و دولت ما هم به حیث بنام گفته چی همین خیل میگن بنام دموکراتی، اگر که واقعا دموکراتی گم میزنن و هر چاپلوسی که میبروید که دعوا از این میکند که تاجیکستان یک دولت دموکراتی است، بگذار از کسایی که مثال قانون ها را زیر پا میکنن، اما با وجود این باید هر طفل اون که قدرت کارم ندارد تا زمانی 18 سالگیش تا 7 سالگیش عموما حقوقی یا نه قدرت کار دارد و نه کسی از او طلب کار میکند و برای همین حکومت برای او را یک مقدار برای مثل که در روسیه هست حسابیه میگن کودک حقوق دارد و بعد از او تا 18 سالگیش مکتبش از طرف حکومت باید تأمین کرده شود و اون و یک مقدار پولی که برای او انسان هم تا 18 سالگیش چیکار کند پرداخت کرده شود. بعد از او برای دانشگاه داخل شدن حکومت باید برای این امون جوان دختران باشد و یا جوان پسران باشد باید دانشگاه ها را مهیا کند و تخصص های خوب برای همون نوجوان پسران و یا که نوجوان دختران مهیا کند تا اینکه اینها متخصص شوند برای آینده کشور خدمت کنند. چون که بعد از اینکه 18 ساله مکتب بود میکند بگذار 2 سال میرود خدمت میکند، اونم علاقه خدمت وطن است. اما بعد از او کسانی که دانشگاه میخوانند و متخصص میشوند اونها همچون متخصص و قوه کاری از 25 سالگی تا 65 سالگی را به مقدار 40 سال میشود خدمت وطن میکند.
بعد از او که خدمت وطن که میکند اون بعد 65 سالگی اون پنسیه میبروید. حکومت باید همچون پنسیونر و یا که همچون یک انسانی که خدمت حکومت کرده برای او باید پنسیه پولی بتید. این قانون ها را اگر هر یک شهروند بدونه و از اون حکومت طلب کنه که این غیر قانونی نیست. 100% برادر ابوذر خوب گفته. بله برادر، شما 100% حق دارین. با مطابق کنستیتوسیون تاجیکستان اصلا با یگان سیاست کار نگیرین و حتی در همون پلاکت هایی که مثلا در دستاتون میگیرین در همون ننویسین که ما بیزار شدیم از این رژیم. شما تنها بنویسین که محترم اساسگذاری نمیدونم چی دیگر برای ما جایهای کاری تامین بکن. ما دیگر توان یا اینکه قوتی به خارج رفتن نداریم. ما هم جسماً خراب شدیم در همین هجرت و هم روحاً دیگر ما امکان نداریم که به مهاجرت بریم. آقای ابوذر از شما خداحافظی میکنم و اجازت بدین من هم خارج بشم. انشالله در ما هم دیر شدگی است و شما هم صحبت اگر دوام بدین خوب، اگر نه شما هم فکر میکنیم که از پشتی کارتون میشین. ما به انجام میرسونم صحبت. خب خدا نگهدارت. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار شما. خب بله خانه خوب گپ زدیم. پروست ابید نش میدونید در چی خیلی آدمی که مثال میخونه پول صرف میکنه دیپلم میگیره ابینش دهمیه که حقا هوای سواد دارن علم دارن. خیلی مثال ما خیلی ها نخوندیم اومدیم دم مهاجرتیم نه که آدمایی که خونگی دیپلم دارن سوم از خود میکنن میخونن 4-5 سال یک جای کار نمیوان که در همون وطن بیسن کار پیش برند. یک آدمی حرامخور میبره دو سومپلا پورا را میتیه اون های وظیفه را میگیره. شرط نیست شما وظیفه دولتی بگیرین. کار در تاجیکستان برای ما تامین بکنه که ما روزگارمون رو پیش ببریم. بله نه من مقصد گفته سنده حق همو آدماش خیلی مثال که میخونن مثال زحمت میکشن پول از خود میکنن ابی نش در همیه مثال گپ درست نه برادر. ببین نگاه کن ما اینم مثلا استکان ما بعد از وقتی که این طرف تیله میکنم امی میوه این طرف فهمیدی؟ چون که حرکت در دست است. اگر در استکان میشه حرکت در استکان باشه و حرکت استکان بالاتر یا بقوتر از حرکت دست که باشه دست عقیب میکشه. وقتی که شما مردمی خلق عادی وقتی که شما عقیب میکشین نفرای هست که پیش حرکت میکنن با پورای با چورای مثلا با هر چیزی که نباشه اون نفرا خچون جمع میکنن. این همی است بدبختی همین ملت در همین مسئله است که بهترین های این ملت خچون عقیب کشیدن از مسئولیت ها از وظیفه های دولتی و بدترین های این ملت آمدن وظیفه ها و مسئولیت ها را گرفتن بالای سر این ملت سوار شدن. میفهمین؟ بله درست همه امروز در عقل های کوچکی هم بعضا بیچاره ها من باور که دلی من میسوزه به همین خیلی نفرهایی که همین فهمیش دارن. همین گپ است که ای فلانیا برای وظیفه هستن. بله من شخصا نمیجا از همین منبری این همین برنامه اعلان میکنم آشکار میگم که من شخصا برای وظیفه هستم. این همین زحمت های من این همین جانکنی های من برای او است که من سر قدرت بیام من وظیفه بگیرم. اما وظیفه را برای چی بگیرم؟ برای آن که به ملتم خدمت بکنم. ما گذاشتیم این همین حرامزاده ها گذاشتیم گرفتن وظیفه را چیکار کردن ما را؟ فرمو برادر. من همین قمیدونم که بسیار آدم میگن چی میگن همین خود داج همین من میتونم شگر زندگیم سازه و اپشی نبرم جا گاب نزنم. این همین خط هم مثال میتونید زندگی 100% یک هم چوپلوزه که دفاع میکنن. نه که میرون یک اپوی گام میزنن شل میکنن که با فایده خشو انا ایو میگیرن دولت ایخ میکنن ایخ دزدی میکنن همه چی میکنن برای کیسه خشون چی میکنن برای خشون جون کاین داره
شما مردم برای جای کار بودی، مردم که نه 2.5-3 میلیون مهاجر چیانا آقای را بگه برای جای کار بودی. شگر همه زندگی ما رو هم سوز در ایجا شام مثال در اروپا شام و در روسیه شام میتونیم واپشه گپ نزنیم. همین اینه که شما میخیزه بعضی گپ میزنه همون چاپلوسه یک شرایط خوب نداره. ما اصلا دیدگی میخشه بسیار شما میبینم نداره نه چی در کار طرفداری میکنه لوچی گپ نزنه خب بشنی چه گنده کردن چه یک آدم تهمت کردن. مردم ما یک عادت بد دارن متاسفانه. در یک جا یک احمق وقتی که یک برنامه داره همه میدان در برنامه های همه احمق ها چون انجام میکنن. وقتی که بهترین صحبت ها میره به منفیت یعنی مردم میره از او خیل محفل ها چون دور میکنن. پس طبیعی است که همین خیل مردم همین خیل به سواد کرده همین خیل به ادب کرده بردن میگیرن. خب تشکر زیاد برادر آخر سخن بکنین و به همین قطعی برنامه را ما و شما به آخر برسانیم چون که از وقت معین شده هم مونده در امان الله باشه و او وظیفه از سر همه میمونم جای ما هم 2 قوت 2 متر جای فرد روزی قیامت تمام دیگه این وظیفه از سر همه میمونم. فکر نکنش ما مردمی مهاجر کدیم باشه نباشه مونده در امان الله باشه. خب برادر عزیز تشکر زیاد در امان الله باشین. این همی است احوال مردمی مهاجر که در روسیه هستند. از یک طرف حکومت روسیه میجفه از طرف دیگر رحمانوف و واقعا هر کسی که همی رسم تیار کرده است خوب انسانی بگیم که با فهم به دست در همین مسئله. ببین 5 سال دیگر میگه کار میکنم میرم یه ماشین میخرم. من کلی درست نخوندمش. خب کمتر دورتر از اکران مقابل حرفا را کوچک میبینیم. 5 سال دیگر کار میکنم همین که خانه خریدم بس میکنم همین غریبی را. خب خلاصه میگه 5 سال دیگه کار میکنم خانه خریدم همین غریبی را بس میکنم. اینجا این مرده که خوب گفته است که بیا حالی سخت‌تر توجه بده یا مدر فرقی نمیکنه. واقعا عکس های با منطق. یک عکس دیگرش اینجا از یک طرف حکومت روسیه است از طرف دیگر رحمانوف. همچنین یک عکس دیگر اینه. واقعا در این 3 عکس اگر یک انسان‌های با شعور باشن خلاصه شون میگیرن که احوال مهاجرا در کجا است در چه حالت است. این 3 عکس کفایه است که انسان عاقل بدونه که مهاجری بیچاره در چه حالت است. دیگر هیچ نیاز به اینقدر مثلا صحبت کردن نیست. خب تشکر زیاد. الله متعال از یکایک شما راضی باشه. کسایی که در این برنامه شرکت کردین وقتی قیمتی خود صرف کردین و همچنین کسایی که در این برنامه ما را تماشا میکنین یا در پخش مستقیم یا اینکه پسانتر تماشا میکنین خواهش میکنین همین صحبت ها را به دیگران برسونین و شما هم جزء از همین تبلیغات باشین. همین مردم مثلا شرط نیست که مثلا به نوارهای ما تبلیغ بکنین، کاری بکنین در بین مهاجرا شما که هستین صحبت ها بگذارونین در بین دوستا و رفیقاتون. یک راه ها پیدا بکنین از روسیه در کوتاه‌ترین فرصت بیرون بشین برین. ما به خدا قسم در آرزوی هستم که شما به وطن خودتون برگردین به تاجیکستان برگردین چون که شما همین سالها که مثلا در مهاجرت بدین در دولت‌های مختلف بدین بیرون از تاجیکستان ببینین که حاصل اینقدر غریبی های شما چی شید. امروز یک 4 اوباش دست درازی در ناموس شما میکنن در تاجیکستان که شما کوشش کردین که از وطن دور باشین از سیاست دور باشین و ببینین که سیاست با شما چیکار کرد. یک سیاستمدار یک نفری که
مثلا در راه سیاست وقتش صرف میکنه، آشکار حرف دلش بیان میکنه، اون نفر جانش در خطر است. بله درست. مثلا من خودم از به تاجیکستان برم، من مطمئن هستم که نه کمتر از 15 سال زندانی میکنه مرا همین رژیم. و این تنها یک وجه مثلا مسئله. خب وجه دیگر شما ببینید که ما با وجود اون که در مقابل همین رژیم خستیم، چی چیزا را از دست دادیم و چی چیزا را به دست آوردیم. چی چیزهایی هست که شما هم با ما همراه هستین در همین مشکلات ها، ولی ما از شما چی کمبودی یا چی برتری داریم. درست که ما برام اگر نه کمتر از 15 سال زندان میکنن، اما در برابر این هر لحظه و هر زمان امکان داره که یک کدامی از شما را، هم کسایی که پرهیز میکنین از سیاست، بگیرن با اوکراین روان بکنن، در اوج کشته بشین. از مردن ده اونم با در میدانی دو دولت کفر هیچ ربط به دین ندارن که مثلا یک بوی امید باشه که مردن تو بهوده نیست. خب از مردن یک کدامی از شما ده زندان شدن من خوبتر است که امکان است که یک روز این رژیم از بین میره، من از زندان آزاد میشم. ولی برتری من از شما در این است که من حقیقت میبرم بیان میکنم و در برابر حقیقت بیانی من الله برای من اجر و پاداش میده. اما شما وقتی که حقیقت بیان نمیکنین، وقتی که شما بی‌عدالتی را میبینین، حرف نمیزنین، خداوند شما را بازم خار ذلیل‌تر کردن میگیره در این دنیا، پاداشی همون خاموشی شما، و در آخرت شما هم با عذاب خدا گرفتار میشین برای خاموشیتون. دیگر برتری ما بچه‌های مبارز از شما در این است که اکثریت همین بچه‌های مبارز خداوند همین خیلی آورد روزگار بالاشون که به خدا قسم من یک شخصا من خودم هستم، در هیچ گوشه خیالم سفر کردن به اروپا نبود، ولی این مبارزه سبب شد مرا مجبور ساخت در یک شب روزی خیلی هم بگیم که بالای ما خطر موجوده، مجبور شدیم یگانه راه همین راه پیدا کردیم، خواستیم به اروپا آمدیم. امروز خدا را شکر زندگی ما 10 برابر بهتر است از زندگی شما. واقعا امروز زندگی ما 10 برابر بهتر از زندگی شما است و من شخصا هیچ نیازی به یگان کمک یگان نفر ندارم. اصلا برای چی؟ و این همی خودی همین مبارزا از جیبهای خودشون، از معاشهای خودشون در این راه مبارزه پول صرف میکنن و مبارزه میبرن. در برابر این شما که در همو روسیه مثلا باقی موندین، گپ نزدین، کاری نکردین، خداوند یک روزگار بد بالای شما آورده است. 10 سال 20 سال شد که در روسیه هستیم و هیچ دستاوردی نداریم، هیچ دستاورد نداریم. نه یک قصر ساختیم، نه یک مثلا فرزند خوب تربیت کردیم، به دنیا آوردیم تربیت کردیم، و نه از قرضها خلاص هستیم. من مطمئن هستم که همین 90% کسایی که مرا تماشا میکنند قرضدار هستند. من مطمئن هستم. و شما در همین طول چندین سالهایی که در همین روسیه حیات به سر میبرین، از مبارزه بردن پرهیز میکنین، حداقل یک دستاوردی به دست نآوردین که از قرض خلاص بشین. از همه یک قرضهای ناچیزی که دارین از اونم خلاص شدن نمیتونین. سبب این همه در چی است؟ سبب در همین است که خداوند شما را به مطابق آیت 24 سوره توبه
در عذاب خودش قرار داده است. خداوند در سوره توبه آیت 24 و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم امر میکنند بگو به امتانت اگر پدران آنها و یا فرزندان آنها یا برادران آنها یا خویشاوندان آنها یا پول و مالهای آنها یا خانه و درهای آنها یا تجارتشون در نظرشون از خدا و از پیامبر خدا و از جهاد کردن در راه خدا عزیزتر و محبوب تر است، پس در انتظار عذاب خدا باشند. اینجا نفرای هست که مثلا با ما تحقیر توهین میکنن که ما مثلا یک گروه دموکراتی هستیم. ما قبل از اونه که مثلا بگم که ما دموکراتی هستیم یا اینکه غیر دموکراتی هستیم، ما برای شما میگم که من یک مسلمان هستم و من مطمئن هستم که من در مسئله غمخواری در دینم از شما کسایی که خاموش هستین با غیرت تر هستم. الحمدلله. و در برابر این ما هم حکومت از دست یک مردم مسلمان و از یک حکومت اسلامی نکشیده و دموکراتی نکرده استیم. ما کوشش تلاش منمی است که یک دولت آزاد بسازیم که در اونجا مسلمان ها آزاد باشند، غیر مسلمان ها را آزاد باشند، همچنان که خداوند آزادی را در انسان بخشیده است. هم یک چیز بدونی که الله سبحانه و تعالی با وجود آن که در یک مجزدن همه دنیا را همه کائنات نیست نابود میکنه، خداوند ما و شما را در دنیا آزاد گذاشته است. در انتخاب دین، در عبادت کردن، در اطاعت کردن خداوند ما و شما را الله سبحانه و تعالی آزاد گذاشته است و حتی تأکید کرده است لا اکراه فی الدین، در دین مجبور نسازیم. و ما اونمو آزادی را میخواهیم. ما میخواهیم یک آزادی بیاریم که مردم به انتخاب خود مسلمان بشوند. و مردم تاجیکستان مردم مسلمان است. مردم تاجیکستان تنها یک آزادی نمیرسش که مثلا مسلمانی واقعی باشند. یک آزادی به همین مردم تامین بشه. ما و شما هیچ طور از تجربه گذروندیم، دیدیم تا سال 2010 مثلا وقتی که حاجی میرزا و ایشون نوردین دعوت میکردن، ما به خدا قسم وقتی که از روسیه به تاجیکستان رفتم در کوچه حیران شدیم. ما از اهل دوشنبه هستیم، از اهل پایتخت هستیم. در کوچه ما قبل از اونی که من روسیه برم همه دخترها مثلا بیروسری بودن، هم دنیوی میگشتن مردم. وقتی 3 سال من در روسیه بودم، در همین دوام 3 سال همین روحانیا ایشان نورالدین، حاجی میرزا و غیره دعوت ها کردن. ما بعد 3 سال وقتی که به تاجیکستان برگشتیم در کوچه ما یگان دختر با لباس دنیوی نمیدیدی. هم ما میگوی که از مدرسه بیرون شده است. ما میخوایم تاجیکستان آزاد باشه، مردم در انتخاب دین، لباس، حتی حزب‌های سیاسی، مفکورات‌های سیاسی آزاد باشن. مردم خودش انتخاب بکنه، مردم کسی به چیزی مجبور نسازد. و اگر همه تکفیریا یک جای بشوند با ما تمغه کفر بزنن، ما از این رحمون بر نمیگردیم. ما اینم خیلی یک دولت میسازیم انشاءالله. یا اینکه اگر همه دموکراتیا یک جایه بشوند، کسایی که دموکراتیا میگن مثلا یعنی دنیوی هستن، یک جایه بشوند با ما انگشت اشاره بکنن بگن نمیان ملاها هستن، ما همین طرز مبارزه مون عوض نمیکنیم. ما اینم خیلی مردم هستیم و اینم خیلی یک دولت ساختنی هستیم که در اون دولت همه در انتخاب دین، فرهنگ، مفکورات سیاسی آزاد باشن. خب باز خاطر رسان میکنم 20 سال است، 30 سال است،
شما از طلب کردن حقهای خودتون دست کشیدین، دست شوشتین، عقب نشستین، به خاطر بخطری شما بود. شما فکر میکردین که به همین شکل شما بخطر میمونید، ولی دیدین که خطرها از اونی که در جان یک مبارز است از اون زیادتر در جان شما است. کسایی بود که به خاطر مال دنیا دعوا نمیکردن. امروز ببینید که یک مبارز مال دنیاش بیشتر از مال دنیایی است. امنیت سالم تامین است در بچه‌های مبارز. اقتصادشون مثلا شرایط مالیشون خوب است، بد نیست، برای زندگی خودشون کفایه است و حتی زیادی هم هست در بعضی‌هاش. و اونی که ما مثلا دعوا میکنیم بعضا وقتا تبلیغ میکنیم که در راه مبارزه شما سهم گذار باشین، مالی سهم بگذارین، یک چیز بدونین، اینمی راه مبارزه مالی مثلا حسین اشروف یا اینکه سهراب ظفر یا ابوذر یا که مثلا بهروز تقای‌زاده نیست. این راه آزادی تمام شما است و هر یک کدام شما تا زمانی که در این راه سهم نگذارین شما را خداوند به آزادی مشرف نمیکنه. شما یا اینکه مالی سهم بگذارین یا اینکه جانی سهم بگذارین، بالاخره هر یک کدام شما در همین سیستم مداخله میکنین، بعدا خداوند شما را آزاد میکنه. آزادی ببخشید برای شما یگان کنفید نیست که از یگان تحفه بشود. برای آزادی زحمت میکشی، از بحر چیزها میگذری، از بحر کسها میگذری، بعدا خداوند را شاید رحم بکنه و آزادت بکنه. همچنین یک آیت هم در قرآن هست که استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. خداوند تغییر نمیدهد احوال هیچ قوم و ملتی را تا زمانی که خود هم مردم حرکت کننده نباشند و همون سمت. تشکر زیاد شما را به خداوند یک و یگانه میسپارم و از او تقاضا میکنم که به شما غیرت مسلمانی و غیرت مردانگی و شرف و ناموس عطا بکنه تا اینکه شما و ما یک قوه بشیم، به یکدیگر قوه و نیرو ببخشیم و همین ظالما را از سر قدرت دور بسازیم و برای خودمان، برای دنیا و آخرت خودمان یک وطن بهترین بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.